برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان گرامی، هموطنان عزیز و مهاجرانی که برای آبادی وطن در غربت زحمت میکشید و مهاجرانی که برای از مکتب نماندن فرزندانتان، از درس نماندن فرزندانتان کوشش میکنید که خودتان نخورده، خودتان نپوشیده به فرزندانتان مبلغ گسیل کنید تا آنها سر و لباسشان درست باشد، تا آنها به مکتب بروند، پای افضل داشته باشند. به نزدیکی چند پیش یک خانم به من نوشته است، پرسید که آیا شما یک مسئله را من اگر پرسم کمک کرده میتوانید؟ گفتم که چی باشد؟ در حال گپ رو نزده گریه کردن را سر کرد، گفته نمیتواند گپ رو. بعد از آن یک کم به خودش آمد و گفت که من در روسیه قرار دارم، از تاجیکستان فرزندم توسط تلفن همسایه به من زنگ زد، گفت که آچه پای افضلم دریده است، هوا خنک است، همسنفا مسخره میکنند، من مکتب نمیروم، پای افضل خریدن در کار است. میگوید در همین شب روزها میگوید به بخور یک کار کرده برایم پول کار کنم، گفته میگوید به قرض زندگی کرده ایستادم، خودم به بخور برایم کار کنم. گفته در تاجیکستان میگوید فرزندم زنگ زد که پای افضلم دریده است، پول در کار. همین حالت باور کنید حالت یک نفر دو نفر نیست، حتی میتواند همین شرایط را حتی سریخانه در تاجیکستان مردم روبرو شده باشند. و امروزها وضعیت کشور در یک چنین حال است که در برابر چند مکتب ها بنا شدن و چند مکتب های نو روی کار آمدن، حالا هم در مدت این 30 سال بعضی از منطقه های تاجیکستان در یک حالت های عمر به سر میبرند، زندگی میکنند که واقعا نگران کننده است. ما نمیگوییم که همه کل تاجیکستان، در سراسر تاجیکستان شرایط همین است، اما واقعا وقتی که به بعضی از شرایط های مکتب ها نگاه میکنی، میبینی که نخواد وجدان مسئولین تا این حد بوده است، نخواد ناموس مسئولین تا این حد پست بوده است که تا به همین حالت ها آمده رسیدن مکتب ها همون را دیده ایستاده اند، وجدانشان عذاب نمی کشد. تا به همین حالت همین پرته ها استفاده برده می شود، در همین سینفخانه ها که حتی فرش ندارد، ویران ولنگار است، از بالای خواننده ها خاک ریخته می ایستد و در گشت و گذارها لباسی آنها می درد. تا به همین حالت وجدان مسئولین می برداشته است که به خوانندگان حق می دادند، یعنی ره می دادند در همین حالت ها تحصیل کنند. در عصر 21 در همین حالت. پس ببینید شرایط مکتب رو ببینید. در همین حالت ما خواننده قبول کرده، درس داده، از او چی آینده انتظار میشویم؟ از او چی آینده انتظار میشویم؟ میگویند که تنقید نکنید. حالا با ما نوار هم گسیل کردن که گفتن آزادی کار نادرست کرده است. نوار هم گسیل کردن از همین ناحیه مومن آباد، از همین مسئولین نوار گسیل کردن به ما. فکر میکنم نگفتم که من مسئولین هستم، لیکن فکر میکنم از مسئولین هستند.
اگر مسئولین نباشد مردمی عادی باشد هیچ وقت به سفیدکنی حرکت نمیکند بوده را سیاهی بوده را هیچ وقت به سفیدگویی حرکت نمیکند چون که این گونه مسئله ها رسانه‌ای شود میدوند که به فایده مردم است پیش این را که میگیرد همون های میگیرند که هیچ وقت در جانب مردم نیستند مردم بمیرد مردم در پسترین حالت باشد اما اینها گپ نشنوند در باره کمبودی گپ زده نشود از کمبودی هیچ حرفی گفته نشود کوشش اینها همین است حالا پیش از آن که بعضی از صحبت ها را آغاز کنیم اول همین گزارش رادیوی آزادی را با هم تماشا میکنیم شاید تماشا کرده باشد یک بار دیگر تماشا میکنیم و هم گزارش آنهایی که از مومن آباد به ما فرستادند و در صفحه فیسبوک هم ماندگی هستند دیدیم سلکش رو به ما گسیل کردن گفتن همینجا ببینید او رو هم تماشا میکنیم و بعد به منطقه های دیگری تاجیکستان میپردازیم که در مومن آباد که خود را سفید کردید در دیگر جایها چیکار میکنید این شرایط فقط در مومن آباد نه در تمام گوشه و کنار تاجیکستان حتی در پیشرفته ترین منطقه های تاجیکستان ناحیه های تاجیکستان و دهه های تاجیکستان شرایط همین است یک بار گزارش رادیوی آزادی رو تماشا میکنیم بعد موضوع رو انشالله دوام میدیم حتما هر کسی که فکر اندیشه دارد در این باره گفتنی دارد در این باره معلومات دارد در این باره میتواند در برنامه ما شرکت کند و معلومات هایش را پیشنهاد کند ببینیم گزارش رادیوی آزادی این هم مکتب است مکتب شماره 7 ناحیه مومن آباد در آن زیاده از 800 شاگرد تحصیل میکند میز و کرسی های مکتب شکسته و کار ناشایند در 3 میز تا 13 شاگرد نشسته درس میخواند 3 پارتنگ همشین شکستگی استال نیسته بشینه مکتب رقم 7 را 2 بینا جدا میکند سیمخانه های بینای صدموی را سالهای 50 و بینای تعمیر شده را سالهای 70 عصر گذشته ساخته‌اند پدر و مادران میگویند که روزی نیست فرزندهایشان با لباس‌های دریده به خانه نآید. کودکر ما 350 سوم 250 سوم میخریم میاد استال میشنه میره میخچه دروندستش نمی قدر استال ندارن شرایط مساعد ندارن با کدام شرایط بخونن طلبای ما با کدام شرایط این والدین سوراخی میزی را نگاه دارد که در آن فرزندش درس میخواند. زیاد شدن شماره خوانندگان مأموریت مکتب را مجبور کرده است میز کرسی های شکسته را تعمیر کند. با وجود این کیها کارناشایان بودن آن دیده می شود. برای طلبای ما میز کرسی نمیرسد پیشنهاد کردن لایحه در گذشتگی بینای نوی مؤسسه تعلیمی در پایان قشلاق جدا کرده شدگی. حالا صنف‌های ابتدایی مکتب رقم 7 در 4 حجره بیمارستانی ده جای داده شده‌اند. اینجا یکی از صنف‌خانه‌های مکتب رقم 7 جماعت شمس‌الدین شاهینی ناحیه مومن آباد است. در اینجا مشاهده می‌شود که میز کرسی‌های این مکتب از سال‌های 70 عصر گذشته باقی مانده است. در بعضی صنف‌خانه‌ها پیچ‌ها نیمه نصب شده است و گرم کردن آنها ناممکن است. در شعبه معارف مومن آباد گفتند که در ناحیه 4 مکتب صدموی است. یکی از آن مکتب‌ها مکتب شماره 7 است. برای ساختن صنفخانه برای 300 خواننده 801 هکتار زمین جدا شده است. با گفته مسئولان معارف قرار است تا سال خوانشی 2022 و 2023 صنفخانه‌های مکتب رقم 7 ساخته شود. اما ساکنان میگویند که آنها به این وعده باور ندارند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، مومن آباد. خب حال احوال رو دیدید. در اینجا در واتساپ ما نوشتن که او معلوماتی که رادیو آزادی رسانه‌ای کرده است نادرست است مغرضانه دادگی از رادیوی آزادی و فقط جایهای عیبدار جایهای فرسوده را به نوار گرفته رسانه‌ای کرده است. اگر 50% همین گپ‌های رادیوی آزادی درست می‌بود ما هیچی نمی‌گفتیم. اما این حرف‌های رادیوی آزادی درست نیستند و
اون جایی که رادیوی آزادی رفته است تو ثبت کرده است، جایی که همین پرته‌های کهنه شده استفاده نمی‌بردگی را با آنجا برده می‌پرتایند. اما من اول باور کردم به این نفر، اما وقتی که شما این گزارش را می‌بینید که پرته‌ها با نظام گذاشته شدگی، چه خیلی که نشسته درس می‌خونید همین خیلی گذاشته شدگی است، اما پرته‌هایی که کارنشای ماست برده می‌پرتایند بالا اندر یکدیگر می‌پرتایند. آخر نخواد برده باز همین خیلی چه خیلی که خواننده در اون نشسته درس می‌خواند همین خیلی برده قطار کرمونی، باز ایانیت‌ها رو در اونجا آویزان کنی، پلاکت‌ها رو در اونجا چسبونی. چه خیلی اونجا پرتابگاه بوده است. منم حیران شدم. حالا همین نفر رو من حتما زنگشون میزنم، آخری رقمشون در واتساپ از تاجیکستان زنگ زدگی است 2131 است، حتما زنگ بزنیم. بدتر خودشون حرفای خودشون رو میگن، من ریزوگیشون رو گرفتم که خودشون حرف میزنن. پیش از اون که این برادر حرف زنن، همین نواری که فرستاده شده است یک بار تماشا کنیم، بعد با صحبت میکنیم. نواری که گفتند تو یعنی دهه حاضر نام اساسی حاضرین دهه آبادان است، در اینجا قرار داریم و اینجا مؤسسه تسهیلات منای عمومی رقم 7 ناحیه نوباد است. چگونه که در رسانه ها دوستان عزیز ما در شبکه‌های اجتماعی مخصوصا طریق فیسبوکی به من بسیار نویساندن، گفتن که رفته از اونجا یک ویدیو گرفتن، در حالی که در حقیقت در اونجا وضعیت چخیل است. چون که رادیو آزادی یک ویدیو را کرد که در اینجا حال یک تباهی را نشان داد از آن همین بینو که این بینو سال 55 یا 45 ساخته شده است و در این بینو عین حال هیچ کس تاثیر نمی‌کند. این بینو در حقیقت ویران است. انا این بینو باشد، بینو نو است و در اینجا تاثیر می‌کنند. یا دوستان عزیز می‌دارید می‌بینید هیچ خیلی است در اینجا. دوستان عزیز، از اول ما از بینای کوه نرفتیم خبر. دوستان این بینای کوهنه‌ای مؤسسه تسهیلات منای عمومی رقم 7 است. و در حقیقت بله ویران است، چون که از سال 45 ساخته شده است و علاقه ریخته است. چخیلی که ما میدونیم مقام اجرای حکومت دولتی ناحیه نوباد تصمیم گرفته است که این بنا را ویران کند و در جای این بنا میدانچه می شود برای خوانندگان و پیشنهاد کردند که در جای این بنای نو سازند. وقتی که نمایندگان بانک اسلامی رشد آمدن و گفتند که ببینیم این بنا به طلبات مؤسسه‌ای که ساخته میشه جوابگو است، چون که مساحت اینجا کم است و مساحتی که از 80 سوتیخ جدا کردن زمین برای بنیاد مؤسسه تسهیلات منای عمومی رقم 7 کمی از این دهه پایان‌تر است. در اونجا همین 300-400 متر دورترک از اینجا انا بیاید از بناهایی که تحصیل میکنند خوانندگان رفته میبینید که در چه وضعیت قرار دارند. دوستان عزیز، در این حولی که هست یعنی در صحنه همین مؤسسه دو بنا است، یک بنا اینخیل از بنا اینخیل. باز رفته در آمده میبینیم که در هر دو بنا چند سیمخانه است. دوستان عزیز، این بنای مؤسسه تسهیلات منای عمومی بنای اول است. بیایید در آمده میبینید که چی گپ است. در ویدیو در اکشن خوب است تا اینکه که خواننده سوال کنه شما دوستان مهربانی خوب جداش کنید. دوستان عزیز خبر می‌کنید در اینجا اینجا درس تئوری حربی بوده است. دیده دوستان
درس رفته شده است. یک سیمفونا، دو سیمفونا، سه سیمفونا، چهار سیمفونا، پنج سیمفونا است در اینجا. 7 سیمفونا است در اینجا. 7 سیمفونا اینجا داشته. حاضر کن بیاید بینای دیگر رو ببینید. در این بینای دیگر دوستانی عزیز بیاید میبینید. در این بینای دیگر یک، دو سیمفونا، 3 4 5 6 8 سیمفونا دیگر 8 سیمفونا دیگر در این بینو است. دوستان عزیز در اینجا درس رفته ایستاده است. ما میخواهیم که خبر رسانیم. بیایید دوستان عزیز بیرون دیگر میروید. دوستان عزیز ما هیچ کس رو تنقید یا یارو کس رو لیکن اکثریت درخواهی که نشان بدهد خلف دارن، خلف زده شده هستند. یک بار دیگر ببینیم از همینجا نگاه کنید به کمتر دیگر گذارم. اینجا نشان میدهد اکثر درخواهی که نشان داده شده است خلف زده شده هستند. حالا میپرسیم که چرا خلف؟ من اینجا خلف زده شده است. باز میرود. 8 سیمفونا دیگر در این بینو است. دوستان عزیز در اینجا درس رفته ایستاده است. درس رفته ایستاده است. بیایید دوستان عزیز باز این طرف هم خلف زده شده است. اینا هم خلف زده شده است. دوستان عزیز همینجا پیش 3 سیمفونا رفت. 3 سیمفونا خلف زده شده است. من در اینجا یگان نفر دیدم. دیگر درس رفته است لیکن درخواه خلف دارن. خلف‌های محکم دارن. سخت شدگی، سخت کردگی محکم کردن. تمام. بسیار خوب. در مکتب فرسوده باز است. این درهای محکم هستند. شاید در دوام برنامه کسی از مومین آباد وارد برنامه می شود، شاید شرح می دهد که چرا این طور است. حالا ما دیگه مسئله رو بررسی میکنیم. همین که رسانه رفت، یگان خبرنگاری یگان رسانه رفت، اول اینا کوشش میکنند که به خبرنگارا راه ندهند. بعد از آن که عیب و نقصان ها ظاهر شد، عیب و نقصان ها آشکار شد، میگویند که نه کار رفته ایستاده است، حجت ها شدگی است، حالا پلان داریم، نقشه داریم، برنامه داریم، طبق برنامه امسال می شود تا قیامت می شود. بعد استغفرالله ربیت الله می شود آخر تا قیامت روزهای دراز هست. اینا فکر میکنن حالا خیلی 1000 سال است، 2000 سال است، رفته هم میگرد. یک روز نه یک روز میشد ده. کی جواب ندارن اینها. حالا دیپتاتی مومین آباد، وکیل مجلس نمایندگان از ناحیه مومین آباد کی است میدونید؟ وکیل مجلس نمایندگان از ناحیه مومین آباد آدینایف حیات عبدالحق، این کس مدیر وک هستند. همین کس مدیر وک و اکثر دیسرتاسیه ها را همین کس میفروشند. همین کس میفروشند به کیها؟ به کسانی که نامزد علم شدن میخواهند، به کسانی که دادسنج شدن میخواهند، به کسانی که دکتری علم شدن میخواهند، پروفسور شدن میخواهند. همین کس رساله علمی رو میفروشند.
رساله علمی رو همین کس میفروشند. الدین حیات عبدالحق حالا وکیل مجلس نمایندگان از ناحیه مومن آباد، همین کس نماینده ناحیه مومن آباد هستند. در ناحیه مومن آباد یک این مکتب نه، باز 3 مکتب دیگر در حالت صدموی قرار دارند. در حالت صدموی قرار دارند، لیکن در آنجا خوانندگان تحصیل میکنند. در بناهای صدموی آنها تحصیل میکنند. این وکیل مجلس نمایندگان دمش نمیبراید، بر رساله فروشی آواره است. برای چی میدونید؟ ما معلومات رو گرفتیم، ما معلومات دریافت کردیم. این آدم فرزند ندارد. مهر فرزند چی است؟ فرزند رو به مکتب برده خواندن چی است نمیداند این آدم. 2-3 زن کتی آواره است، لیکن یگان فرزند ندارد. تا حدی که ما معلومات پیدا کردیم مهر فرزند چی است نمیداند. فرزند را در مکتب برده خواندن چی است، پشت پرده شیناندن چی است نمیداند. بر رساله فروشی آواره است. انا برای همین آدم رساله ها را در تاجیکستان فروخته، یک کس را دوسنت میکند، یک کس را نامزد علم میکند، یک کس را پروفسور، یک کس را دکتر میکند. انا بعد دیسرنت از روسیه ایستاده علمای اثر دزدی ما را آشکار میکند. و فلانی پروفسور می رساله اش را دزد دیدگی است، فلانی دکتر علمی رساله اش از رساله فلان عالمی روس دزدیده شدگی است، فلان نامزدی علمی رساله اش از رساله فلان نامزدی علمی روسیه دزدیده شدگی است. این رساله فروش که نام تمام عالمان تاجیک را بد کرده است، وکیل مجلس نمایندگان، وکیل مردمی از ناحیه مومن آباد است. شما که مهر فرزند چی است؟ فرزند را پشت پرده مکتب برده ماندن چی است؟ و نیم روز بدون فرزند زندگی کردن چی است؟ خواطری به او چی شد؟ از رفتنش تا بگشته آمده خانه به در آمدنش، خواطری مادر، پریشانی مادر، پریشانی پدر چی است نمیدونید. برای همین وجدانتان میبردارد که انا همین تا به انا همین حالت مکتب ها آمده رسد، شما دمتان نبراید. وقتی که در ناحیه شما چنین مکتب ها در حالت صدموی هستند، شما وکیل شده چیکار میکنید در اونجا؟ گپتان به بندی پتینکهتان که نمیگذشته است چیکار میکنید در اینجا؟ حالا شاید پیش از اینکه این برنامه رود اکثریت نمیدونستند که خود مومن آبادی ها شاید نمیدونستند که این نفر وکیل مجلس نمایندگان از ناحیه مومن آباد است. نمیرود مومن آباد، این در همین دوشنبه موندگی است. سال ماه نمیرود این آدم. ما معلومات رو گرفتیم، دربارش خیلی معلومات های گرفتیم، اما همین قدرش بس است. با یک طرف بینای آباد را این دوستی ما با ما ویدیو فرستاده گفته ایستادن که اساسا در اینجا تحصیل میکنن. او رادیو آزادی چی گفت؟ رادیو آزادی روز شنبه رفته نواربرداری کردگی است. درست روز شنبه رفته نواربرداری کرده است. به این حرف های پدر و مادران چی میگوید که میگویند 350-400 سومانی کورتکه خریدگی هستم، کورتکهش دریده میرود، سر لباس فرزندم دریده میرود، میخواش راست میخوای پرته ها در عصر 21. حالا ببینید از شما کسی برق، کامپیوتر و تکنیک های حاضر زمانی تعلیمی طلب کرده نیستوده است. اقلا پرته رو درست کرده به مردم داده نمیتوانید. این چگونه حکومت داری؟ این چگونه دولت داری است؟ پرته رو درست کرده به خواننده داده نمیتونید که اقلا لباسش ندارد.
همین گپی همین زنگ رو یک بار دیگه به تکرار گوش کنید. گپی همین زنگ رو، گپی همین خانم رو. شد نشد. بسیار خوب. حالا ببینید یک نفر در حالت قرار دارد که پشت پارته شما فرزندش رو برده میشیناند، بیگاهی روز میبوید به چی یک علم سر لباس خردگیش دریدگی است. اون لباس رو دوزد هم مثلا به هر حال در بیه می شود یا که وقتی که شما هر روز میباید یک جایی لباس یک نفر رو درآنده گسیل میکنید، همین ضرر یک خانه، ضرر یک عائله، این ضرر جمعیت است که ما توکای به این فهم رفته میرسیم، به این درک رفته میرسیم که یک عائله ضرر دید، انمون ضرر همون یک عائله، یک کرتکه یا یک پاپوشی، یک لباسی یک خواننده در ضرر دید، همین ضرر جمعیت است. پولی که مبلغی که او میتوانست به دیگر جا صرف کند، مبلغش که سرش به دیگر جا نیاز بود، او پیشروی نمی شود، از او جا میکند به پای افزال، به سر و لباس صرف میکند. وقتی که شما برنامه اقتصادی یک خانواده رو ویران میکنید، برنامه اقتصادی یک خانواده رو ویران میکنید، به 450-500 سومانی یک قبچه آرد میخرید، چند لیتر روغن میخرید، چند کیلو برنج میخرید، یک ماه زندگی میکرد. یک عائله رو شما یک ماه بیچاره کردید. کی به حساب کتاب این میروید شما؟ کی به حساب کتاب این میروید؟ شما به مردم یک کمک نکنید، یک تین یاردم نکنید، یکون پسابی نداشتگی باشید، سبد استعمالیش را پر نکنید، دولت شده، حکومت شده، و اقلا مردم قشاق نکنید، اقلا مردم ضرر نبیارید به مردم. و خاک ریختگی و خاک تگی پای مکتب بینواد. این در پیشتاق چوشون نوشته میمونن که اینها باید از دولت نپرسید که تو چیکار کردی، به دولت بگویی که تو به دولت چیکار کردی. شما را برای چی گپ بی منطق نباشد؟ همین حکومت دارای معاشخور چی در کارن، چی لازم هستن؟ یک پادی بسر شویم رویم دیگر. رئیس جمهور چی لازم است؟ اگر ما از دولت نپرسیم که تو چیکار کردی، گفته دولت از ما پرسد که تو به دولت چیکار کردی. این مسئولین برای چی لازم هستند اگر نه؟ یگان گپ زنید درخت شنونده می. چیکار میکنید؟ درخت شنونده این تاجیکستان رو به جنگل تبدیل میدید. چیکار میکنید؟ بلیس روسیه تبدیل میدید تاجیکستان رو. چیکار میکنید درخت شنونده؟ درخت شنونده می رو بس کنید. تکنیک رو استفاده بردن رو آموخته میگوید، علم آموخته میگفته پرسیدن رو به مردم تلقین کنید. درخت شنونده می کدام سایزی دولتی نداره؟ چی جبهه سازندگی درخت شنونده، چند بخ درخت شنونده با چی ها میدراین جانب دارای حکومت یکان گپ زنن چند بخ درخت شنوندگی هستی. این سیاست احمقانه رو از کجا یافتید؟ چند بخ درخت شنونده نمیشود دیگه. اوی برادرها، تاجیکستان 93% کوهسار است، 7% زمین داره.
یک غیر زنی 7% زمین درخزار شده میرود، لیکن هیچ اقتصادات تاجیکستان پیش برده نمیتواند. به همین کوههایش برده درخشنونی کی. این سیاست احمقانه است. باور کنید یک کارمند آیتی تکنولوژی پشت کامپیوتر میشیند، شما 100,000 بیخ درخت میشنونید، در توای درخت های شما بعد از 10 سال 12 سال به حاصل میدراید که این در پشت کامپیوتر در همین درون خونه نشسته صدها هزار درخت پولش کار میکنه. صدها هزار درخت به میوهش کتی پولش کار میکنه. همین مسئله کارخانه ساخت مثلا گریم ساختمی نپرسیده درخشنان دیمی پرسیدن، مردم رو به عقب کشیده بردن. فکر مردم رو از پیشروی به عقب کشیدن و به صحرا کشیدن است. فکر مردم رو به پیشرفت نه، به تکنولوژی نه، به صحرا رفت. جایهای خالی درخت شنوندگی نمیده، اینجا درخت شنونده شین. از مکتب دور کردن، از معارف دور کردن، از تعلیم دور کردن است. فکر مردم را، فکر خواننده را، فکر آموزگارش را، فکر همه را، خواننده را میبرن در سر کوچک درخت شنونده گشته است. اوی فراساتتان را خاک خورد. من طالبین بس شرایط مهیا کن، پرتش را درست کن، صنف خونهش را درست کرده تی و درس خواند، پیشرو تکنولوژی حاضر زمان را آموزد، درخت را دهقان شناند. چی را بردن؟ کی را؟ دانشجو را میبرن درخت شنانی. هر دانشگاه اگروتکنیکی یا که دانشگاه های اگراری، فاکولته های اگراری این خیلی باشد درست است، میلش. همین دانشجوها را برده درخت شنونده چی کار میکنید؟ یک ساعته که از حساب درسی او دوز دیدید او را به درخت شنانی برده 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت، تو شما به حق او خیانت کردگی هستید و میتوانید چقدر درس خوند، چقدر پیش رود، چقدر آموزد، با تکنولوژی حاضر زمان چقدر میتوانید شناس شود. شما از وقتی او دوز دیدید او را به صحرا بردید. از صحرا قبیده بیا به مکتب، نه از مکتب قبیده بر به صحرا. از صحرا به صحرا میبرن، از صحرا همین که آمد به مکتب به مشرف که میبرن. خیانتکارها، شما به این مشرف که تون و به این درخشنانیتون نمیتونید تاجیکستان را پیش بردن، نمیتوانید. من همین جوان زنگ زده شده است، بیاید همین جوان رو زنگش رو قبول کنیم صحبت کنیم. با واتساپ زنگ زده شده است. الو، قبول کردید زنگش رو؟ الو السلام علیکم. و علیکم السلام. برادر عزیز، فکر میکنم مؤلفی همون ویدیو خودتون هستید، بله؟ نفهمیدم. مؤلفی همون ویدیویی که به ما فرستادید خودتون هستید، بله؟ بله مایم. برادر عزیز، برای چی وقتی که گفتید در اینجا درس رفته شده است نشون میدهید اکثریت صنفخانه ها قلف زدگی هستند؟ صنفخانه ها قلف زدگی نیستند. صنفخانه ها در پشت همون درهای خیلی قلف موندگیان، از یک طرف اوزون و از یک طرف دیگر در ایوای هوی است. صنفخانه ها قلف زدگی نیستند. من برای همین که مردم همین خیلی فکر میکنه که بعضا صنفخانه ها قلف زدگی است، من فرض رفتم خیلی همون حالت خطی ضبط کرده باز میپرتم که در حقیقت چی است. در اونجا صنفخانه قلف زدگی نیست. همون وقت میتونستید برادر همین حالت ها را شرح دهید، اما حالا میتونید ساخته فرستونید که کسی باور نمیکند. من بسیار خوب برادر عزیز کوشش کردید، اما شما در صحبت با من، در صحبت پیشکی با من گفتید که اون جایی که آزادی رفته ثبت کرده است و رسانه‌ای کرده است، جایی که پرتهای کارناشایان شده رو با اونجا برده میپرتند، درست است؟ جایی که پرتهای کارناشایان هستن همونجا را رفته ضبط کرده. 600 هم بچه که این همون دیر که همونجا نشان داده است همونجا نشان داده است.
بسیار خوب. اما برادر عزیز چه خیلی پارتاهای رو با نظام با ترتیب برده در پارتاهای کورنوشم رو برده قطار میکنن؟ نفهمیدم گفتم. برادر عزیز گفتید که پارتاهای کورنوشم رو برده اونجا پارتافتگی هستند، اما پارتاهای کورنوشم رو چه خیلی با نظام با ترتیب قطار کرده رعایت کرده میمونن؟ اون سیمخونه هست که در اونجا درس نمیخونن، همون پرتو همونجا موندگی هستن، در اونجا هیچ که درس نمیخونن. درست. پارتاهای کورنوشم رو چه خیلی برده مثلا اگه پارتای کورنوشم رو میبری خیر بالا در یک دیگر میپرتویی، اما این پارتاها با نظام مونده شدگی هستند، ایونیات ها در دیوار زده شدگی است، تخته های صنف وجود دارند. پارتایی که همون موندگی هستن همون روز شنبه همون زبط کردگی همونجا را همین ژورنالیست رفتن روی مردم پیروز میکنن یا همونجا را هوی میکنن، همونجا قلف کردگی میان قلف شکسته میدروین همونجا را زبط میکنن. اکنون اون مردم به خواهش میکنم دیرکتوری معاون دیرکتوری مکتب هم دروغ گفت و معاون دیرکتوری مکتب در حقیقت راست گفته. چه چیزی گفته است؟ در حقیقت گفته است که ما نگفتیم در اونجا کمبودی نیست، کمبودی هست، نورسایی میز کرسی هست در همه جا، نه تنها در ناحیه مومن‌آباد، در تمام تاجیکستان نورسایی میز کرسی هست. این چیزی هست برای چی نورسایی شده است؟ نورسایی برای چی است؟ برای اون است که اهالی تاجیکستان روز تا روز زیاد شده. سایر همه ما میدونیم پارسال در یک مؤسسه تحصیلات میانه 65 سنت یک میرفت، این سال علاقه برای خود گرفتن در همون مؤسسه که پارسال 65 بود این سال 95 تا شدگی است. سیمخونه‌ای که پیش بر اینو میگرفتن این خیلی برای 3-4 سال پیش به اینو بعد نگرفته گیردن. مؤسسه اصلی همون مؤسسه که ساخته از دو طرف ما نشون بودیم، همون مؤسسه سال 70 ساخته شده است. یک سال 2006 2007 پول کپیتال ریمون میشود از طرفی کاریتاس. همون بینایی که از میبینید از اون طرف از 80 سوتیخ زمینی که اجرا و جدا شدگی است بروسای نزدیک سنگ اساسش گذاشته میشود تا سال خونش 2023 به استفاده داده میشود از 10 سیمخونه و برای 240 خواننده به نوبت گرفته شده است. یعنی زیاده از 5 سیمخونه دیگر هم در اونجا ایلوگی، یعنی برای به نوبت گرفته برای اهالی زیاد شدن 5 سیمخونه دیگر زیادی کردن در اونجا. اینا سیمخونه ایلوگی در نزد همون مؤسسه میشوند. ما مقصد ما چی بود؟ مقصد ما بود که در حقیقت وقتی که ژورنالیست میرود یک ویدیو را میگذارد در شبکه‌های اجتماعی، یعنی این شما حاضر خارج از کشور هستید و مثل شما میلیون ها نفری تاجیک خارج از کشور است، فکر میکند که تمام در همون مؤسسه همین خیلی حال تباه است، همین خیلی آدما بیچاره چی کردن، همون زنکی که همون ویدیو از اون ویدیو گرفتن در حقیقت زنک نقصون عقل است. بچه بیچاره‌اش از دانشگاه دم میخواند تلفن کرده میگه که رادیو آزادی را که تلفن میکنه تلفنش نمیگیرن که اوچه ما چی رفتیم اینترویو شد گفتیم او بیچاره رو زنک نقصون عقل در اون مکتب حتی فرزندش. حالا بیاید حرفی همین خواننده صنف 11 رو گوش کنیم. این هم به نقص عقل مانند است. خواننده صنف 11 واقعا در اونجا تحصیل نمیکند. من سه پارتای همش اینا شکستگی استال نیسته بشینه. مکتب رقمی بشینه. شکستگی استال همش اینا شکستگی استال نیسته بشینه. مکتب رقمی 72 اگر من از همین ویدیو میگرفتم، از همین بچه ویدیو میگرفتم، من میگفتن که رفتم مجبور کرده که ویدیو گرفته. اگر من قطعی بچه هم صحبت شدیم، بچه خنده سه میگم من پیرو کردم، گفتم که هم خیلی گپ بگو موضوع یک چیز میگم فریب کرده که از چی گرفته. یعنی کی فریب کرده که رادیو آزادی فریب کرده است؟ اونجا 3 نفر این رادیو آزادی برای دیگر مسئله رفتگی، اونجا برای زمین رفتگی است، مسئله زمین قطعی رفتن. در اینجا همون زمینی که در چی میشود، زمینی که برای چی کردن مکتب مؤسسه همون 80 سوت زمینی که گرفتن دورترک 300 متر از این مکتب دورترک است. بینای کهنه که حاضر در اینجا است، بینای کهنه را میگن که مردم در جای همون بینای کهنه بسازن. از جای بینای کهنه کم است. مساحت بینای کهنه 25 سوتیخ تای همون مؤسسه که میشود 25 سوتیخ باید شود، اما مساحت بینای کهنه حتی 6 سوتیخ. تمام برادر عزیز، یک سوال دیگر برادر عزیز، شما وکیل مجلس نمایندگان آدینه حیات رو میشناسید؟ حیات آدینه زاده
حیات الدین‌زاده از ناحیه مومن آباد و از دهه نه سرمیدان نه، از دهه کیپچاق است. خیر از کجا باشد این وکیل رو میشناسید شما؟ نزدیک نمیشناسم، میدونم که از ناحیه یکم بار رفته بود به ناحیه مومن آباد، به این قریبی به این نزدیکی دیده بوده در ناحیه مومن آباد؟ کیرا؟ همین اودینای فیاض رو. نه من ندیده بودم. ندیده بودید. در همین مکتب رفتنش رو نپرسید از دیرکتور مکتب که به همین مکتبی که فرسوده است و به تعمیر نیاز دارد یا که به رستوراسیون نیاز دارد یا که از نو برای ساختمان کردن نیاز دارد، رفته بود یگان پرسیده بود، یگان چیز پرسیده بود، به قید گرفته بود؟ حیات الدین‌زاده؟ همین حیات الدین‌زاده، اودینای فیاض. اودینای فیاض در نظر دارید؟ بله. شما رئیس وای ناحیه می سعید علی حمدانی را میگوید یا اینکه وای استاد دانشگاه؟ برادر دیدید سرگم زدید. انا همین وکیل شما در مجلس نمایندگان است، وکیل مردمی. ببخشید وای وکیل ما نیست در مجلس نمایندگان، وکیل ما در مجلس نمایندگان حیات الدین‌زاده نیست. شما خطا کردگی. چخیر؟ از ما کی است؟ از ما عبدالله سمانویچ است. عبدالله سلامویچ؟ عبدالله میراج سنانویچ. میرحاج سلامویچ از ناحیه مومن آباد. ما از حزب کمونیست نماینده داریم در اینجا، اون از جان ما نداریم. شما خطا کردید. بسیار خوب برادر. یک از گپی میشون بدید در اینجا ما ششتگی فوتبال تماشا کردیم. شما نه این چیتون خطا کردین که وای او حاضر واپس در گنجو کار نمیکنه آدم میگفت که شما حاضر وای پنسیا بروماگیا یا کی مرده با فکر پنسیا بروماگیا. من پرا نمیدونم درباره بودن که از ما نماینده ما میراج سنانویچ است از این کمونیست. یک دقیقه نکلون کن اودینای فیاض کلون کنم. برادر عزیز حاضر یک دقیقه صبر کنید برادر عزیز. بسیار خوب. اینجا همین عصر اینترنت است. عصر اینترنت است. چی کردن نمیشه؟ بچه نمی یک هفته پیش همون نماینده ما خودش اومدی به رفت. حاضر برادر عزیز. برادر عزیز بسیار. کامپیوتر مرا پیوست کن. نگاه کنید به همین. عبدالله میراج. من برادر دور نروید. بسم الله الرحمن الرحیم برادر. حیات الدین‌زاده از سال 2015 از حوزه انتخاباتی میرسعید علی حمدانی رقم 35 ولایت ختلان وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت پنج شده است. همچنین انا کنید نگاه کنید. یکم مارس سال 2020 وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب شده است. بله فهمیدید برادر عزیز؟ درمون است وای. درست است. وکیل مجلس نمایندگان زاده ناحیه مومن آباد می؟ زاده ناحیه مومن آباد وزیر رئیس ناحیه حمدانی وای. وکیل مجلس نمایندگان از یکم مارس سال 2020. شما در ناحیه مومن آباد در نظر داشتید؟ من برای هم گفتم که در ناحیه مومن آباد شما نگاه کنید برادر عزیز. همین آدم از ناحیه شما وکیل در مجلس نمایندگان است. وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان. این چند بار وکیل شدگی است؟ این یک بار نه برادر عزیز. برادر عزیز این یک بار نه چند بار وکیل مجلس نمایندگان شدگی است. اما در ناحیه‌اش مکتب به این احوال است این در وقت رساله میفروشد. دیسرتاسیون میفروشد. چی رساله میفروشد؟ کی را در نظر داره؟ امور در نظر داره. من آدم مومن آبادی. حالا ببینید احوال ناحیه همین خیلی باشد تو بروی. حالا ما در باره این مرد معلومات بسیار داریم ولی فقط مربوط این موضوع نمیشه مخصوص خودش. حالا صبر کنید برادر عزیز. یک نمیشناسم که برادر درباره نفری که گفتید نامش چی است؟ نفری که گفتید وکیل میراج سنانویچ است. از ما میراج سنانویچ.
شما چه خیلی میگین که عصر اینترنت ای نمیدونه که در ناحیه میمون کی است؟ همه ایرا درک گفتن که اون ایشان نمیدونه که نومش چی گفته دو حضور چیاتونه وکیل مجلس نمایندگان عبدالله فیروز سنانویچ کی توبه نوری گوشتو نیست گفتی امو سپتاکل نوری گوشت نیست عبدالله فیروز سنانویچ من بفرستم معلومات شما معلومات ندارین درباره چی مشکلی خودتون چی میگیره ما بسیار خوب برادر عزیز نگاه کنید اکنون همین دپوتات که نو گفته ایستاده به ناحیه مومن آباد رفته بود از همین مکتب دیدن کرده بود از همین مکتب دیدن کرده بود همین وکیل شما اوخی اکا گوش کنین مکتب ما یگان مکتب صدموی نیست که مکتب صدموی در حقیقت است در اونجا تحصیل هست در اونجا یگان پرابلم نیست این پرابلم بدگی و حل شدگی حجت ها تیارن مکتبی نو ساخته می شود برای چی نه اونجا برادر شما میگه در مکتبی برادر بیاید به شما کتی وقته شما یگت میزنید که مکتب سوز است شما چی میکنین برادر برادر نگاه کنید برادر نفتیم که مونم خیلی یک مکتب داره مرحمت سمزوری برادر عزیز یک بار خاموش کن برادر به من گام نمیده برنده منم این برادر به من گام نمیده بسیار خوب برادر اگر من خواهشی روشنی انداختنی نمی بودم من این ویدیو شما رو نشر نمیکردم فقط به همین تکیه میکردم به همین معلومات آزادی دادگی و با همین برنامه هم رو گرفته میبردم اما بر خاطر آن که شما گفتید که او حرفات درست نیستند و اینجا این خیلی گپ‌ها وجود دارد من میخواهم ابیکتیوی به همین چیز روشنی اندازیم برادر عزیز ابیکتیوی به همین چیز روشنی اندازیم بسیار خوب حالا نگاه کنید شما گفته در همین گپتون دم میگید مکتبی ما در حالت صدموی نیست دم میگید مکتبی ما در حالت صدموی است و میگید این مسئله ها حل شدگی است حالا ببینید شما میگید که اونجا پرته های برده موندگی است که او پرته ها کورنوشایم هستند برای که اونجا جایی هست که پرته های کورنوشایم رو برده میپرتند به اونجا چی خیلی پرته های کورنوشایم رو برده قطار کرده میمونند رنگی که خواننده تعلیم گرفته ایستاده است تعلیم میگیره در اونجا بلند کن صداش رو که اگر پرتو رو پروی هم پرتوستگی بودن میگفتن که برای چی رو هم پرتوستگی بودن میگن دشمنی چی نه میگن دم بیساگت کجله شما هم خیلی میکنید بسیار خوب برادر شما ما رو درک نکردید برادر عزیز من از شما پرسش شدم که همین شما ولی نمیدونید که میراث سنانویچ کی است حتی نمیدونید اودینا حیات کی است قصه از گپ زده که هم فلان شما چه خیلی دادن شما اول همون مسئله همون مردک رو نشناختید خودتون برادر عزیز من چی را نشناختم من صد پلیس شناختم شما نمیشناسین که او کیه نشناختید وقتی که گفتم وکیل مجلس نمایندگان شدگی است نفهمیدید دیگه نوحیه شدگی شما گفتین که این نوحیه شما شدگی ما گفتم این نوحیه ما نشدگی برادر عزیز ببینید به شما یک نفر توتیگی کرده شده شما رنگ توتی گپی رو تکرار کردید برای شما نمیفهمین همین گپا ما رو بچه شما نمیفهمین برای که خودتون نکنید که یک کسا خطا بگین یک کسا سیاه کنین یک کسا برادر عزیز ببینید برای شما او خواننده مکتب گپ زدگی از او مکتب نیست تماما خواننده مکتب نیست زنکی گپ زدگی ناقص العقل است زنکی گپ زدگی ناقص العقل است و معاون دیرکتور گپ زدگیش یک درست است یکی نادرست است و اونی که پرته های شما در ناحیه مومن آباد پرته های کورنوشایم را برده با نظام قطار کرده میمانند درست برادر عزیز در ناحیه مومن آباد اجازت میدهند که یک بیگانه رفته بیملال در مکتبش را شکسته در آمده برنامه کند در ناحیه مومن آباد تماما در نیست دروازه نیست هر کس هر کجا خواهد در همین شب روز در همین شرایط همین روزه میرود در مکتب را شکسته در آمده کلف را شکسته در آمده برنامه میکند حالا به این اتهام بی‌نهایت بزرگ است برادر عزیز او رادیو آزادی است هر یک قدمش رو چین کرده برکشیده میماند در ترازو
برای همین در تاجیکستان فعالیت برده شده است. یک دیگران را پیوست میکنیم. شما از برادر عزیز در واتساپ گپ زده شدگی خواهش میکنم اگر وقت داشته باشید همینجا بیستید انشالله باز گپ بزنید. یک دقیقه سن من گپ زنم همون کدومی که حالا برادر عزیز برادر عزیز یک صداش رو پس کن. برادر عزیز تا اینجا گپ زدیم. من وقتی که گفتم که شما از علاقه نروید در علاقه باشید باز گپ بزنید همین قدر حرمت احترامتون است. اینجا چند نفر نگاه کرده شده است. یک بار گوش کنیم اینا چی میگن بعد باز به شما برمیگردیم گپ میزنید. برادر عزیز بفرمایید. پیشوا میکروفونتون خاموش است. بفرمایید. درود بر شما آقای شوکت. سلام. بعد درود به این برادری که با طریق واتساپ با شما تماس گرفته است. این هم برادران ما هستند. برادر عزیز، ما یک گروه مهاجران هستیم که در روسیه کار و فعالیت میکنیم. ما اصلا با شما یگان خصومتی بدبینی یگان چه گویم یگان ناریزاگی ما خصوصا به شما برادر عزیز که طریق واتساپ تماس گرفتید نداریم. شما برادرای عزیز ما هستین ولی آنچه که حقیقت هست ما با چشم خود میبینیم که الان این مکتبی که به نمایش گذاشته شد همون طلبه ها همون شاگرد ها خودشان گفته ایستادیان که حتی همون جای نشست ستول نداریم بشینیم. آیا شما همین نواری که رادیوی آزادی پیشکش کرده است شما رد میکنین؟ خب شما که مخالفان را رد میکنین، باور نمیکنین، دروغگو میگین، اما رادیو آزادی هم شما رد میکنین. چیزی که با چشم سر ما و شما دیدیم برادر عزیز. با همین سوال من جواب چیه؟ بردار واتساپ. اوزی من گپ زنم اوزی من میاد. بله هست صدای. بله میشنویم. بله رد میکنیم برای که ما ویدیویی که کرده موندیم باید فکر میکنیم که شما ویدیو کردگی ما را ندیدید. مردم تماشا کرد ویدیو کردگیتون رو برادر؟ نه این برادر ندیدگی ویدیو کردگی ما را. برادر عزیز خب شما هم ویدیو کردگی ما را. ممکن است که من به شما یک دو سوال دارم شخصا به شما. مایلش برادر عزیز مهربان، معاش خود شما معلم هستید؟ نه من معلم نیستم. خب معاش یک معلمی که خصوصا در ناحیه مومن آباد چند سوم است میتواند گفت؟ در تاجیکستان معاش معلم داخل است. خب مقصد چند سوم تا چند سوم، از چند سوم تا چند سوم؟ این نگاه کرده از ساعت کاری و مو خودش شد. بله معلمی هست که ساعت کارش بسیار باشد 2,500 3,000 تومان میگیرد. معلمی هست که در چند مکتب ساعت میگیرد کم کمکی اون. این از خود معلم رو برساگی دارد. دوم سوال در مکتب دوم سوال من اگر اجازت باشد اکا شوکت من سوالم را بدهم بعدا خارج میشوم گوش میکنم. بفرمایید. شما آیا با همین برادری که طریق واتساپ تماس گرفتگی هستند آیا شما برادر عزیز میدانید که در مکتب های تاجیکستان از طلبه ها سوم طلب میکنن معلم ها؟ با این گپ راضی هستید یا نه؟ از مکتب ها سوم طلب میکنن، از طلبه ها سوم طلب میکنن در مکتب. شما آیا راضی هستید به همین گپ یا نه؟
من با یک گپ روزی با یک پالویش روزی با یک پالویش نه اینا نگاه کردن در کار که کی طلب کرده است و برای چی. خب انا من شما رو با فکت گپ میزنم. من مرحمت. خب من تمام تاجیکستان نمیگویم، من مومن بود. فهمیدم. من یک سوال بله یک سوالی که پیشنهاد در نزد شما یک منظره میخواهم به شما بگویم که حتی لازم شود نو چخل گویم این اسناد هست، اسنادهاش خطیه. من یک ماه قبل دخترچم را از همین روسیه روان کردم. در همین جا صنف یک خان بود کرد، خواستم صنف دو را در تاجیکستان بخواند. یک ماه پیش ماهی دکبر بود، ماهی دکبر سرشوی ماهی دکبر روان کردم تاجیکستان رفتم. خب در دوشنبه مکتب بردم برای قبول کردن. دیرکتور گفته است که برای قبول کردن باید شما 1400 سومانی بیارید، بعدن این را ما قبول میکنیم. من گفتم که برای چی، در کدام اساس؟ این کودک دانشش خوب است، زبان روسی را با صنف یک را با زبان روسی با بهای اعلا تمام کرده است. این کتاب هایی که این خوانده است حالا صنف کودک های صنف یک تاجیک ها خواندگی نیستند. برای چی؟ سببش را گپ نمیزند. باور میکنین مرا مجبور کرده استین ای تاجیکستان ای خانه که 1400 سومون روان کد تا که ما برده بچیم، بعدا همین کودک در مکتب قبول میکنن. کدام مکتب است؟ مکتب در دوشنبه در ناحیه 33. کدام ناحیه 33 نمیشود و ناحیه 39 هست. کدام مکتب است؟ رقم شو بگین. مکتب من رقم شد در شما هیچگاه نمیتونم گفته، برای که شاید یگان مشکلی ایجاد شود. دویمش میتونم گفته که مکتب بگین رقم شده که اینجا مسئولین پیدا شود بروند لجو میوکل درکت را بکشن. انا برادر گوش کنین، شما بست شما اکو گوش کنین. انا که شما گپه خودتان کشودین. یک لحظه ممکن که وای گیمنازیا باشد، ممکن که وای مکتب شخصی باشد. در اونجا خیلی طلبات مکتبای شخصی دارن، گیمنازیا هستن. ممکن برای گیمنازیا برادر عزیز مکتبی که میانه، مکتبی که نه گیمنازیان، مکتبی که نه اینجا چی کوچولوی حقیقت، کوچه های حقیقت باشه یا کوچولوی حقیقت باشد. گپ زنید یک بار. از الو میکروفون رو فعال کنید. الو گوش بکنیم، بفرمایید. Добрый вечер, Шавхат и Мухаммад. Я приветствую вашу студию. Я даже не хочу с этим человеком разговаривать, который защищает полностью режим этого диктатора, но начиная... Мы же об образовании, да, Таджикистана идет речь. Да. На сегодняшний день образование Таджикистана стремится к нулю. Это деградация полная. Почему? Потому что с нулевых годов запретили персидский язык. Это первое доказательство о том, что сам таджикский язык в образовательных учреждениях Таджикистана уничтожается. То есть местный родной язык. Книги, состояние книг, не только таджикских книг, но и есть в республике русские группы. Вот это вот именно состояние книг и вообще в целом она тоже проблематична. Все школьники на сегодняшний день не могут найти нужные им книги, во-первых. Во-вторых, в 21 веке я увидел по несколько минут видео, которые сняли насчет этой школы. На сегодняшний день, я думаю, в 21 веке школы не должны в таком ужасном, плачевном состоянии выглядеть. Это во-первых.
и дефицит учителей. На самом деле в среднеобразовательных учреждениях учителя, их не хватает. Особенно учителя, которые преподают точные науки, как физика, математика и так далее. Химиков в школах не хватало, физиков таковой и не было, ребята. И тем более, что еще можно сказать? Маршировку, я сейчас тему могу затронуть. Я помню, в наше время призывали школьников к каким-то маршировкам непонятным. Это тоже занимало часы образовательные у школьников. Это ни к чему хорошему не приводило. Это во-первых. Во-вторых, в Узбекистане с этим уже поборолись. Если народ знает, в Узбекистане там школьников водили в поля, чтобы они хлопки собирали. Да. Но это же, извините меня, в 21 веке это вообще возмутительная вещь, когда школьник вместо того, чтобы учиться, да, время просветить именно учебе, они едут куда-то в поле собирать хлопки или маршировать для диктатора. Это просто возмутительно. И этот человек, который с WhatsApp сидит, не краснея, защищая. А кто он вообще? Он что, представитель образования Таджикистана? Я не понимаю. Подожди. Сегодняшняя власть очень любит сравнивать СССР с независимым Таджикистаном. Давайте будем сравнивать. В отдаленных окраинных кишлаках в СССР существовали учителей хватало, книг было достаточно. Все ученики, все школьники нормально учились. Образование СССР, таджикского СССР было в нормальном состоянии. Не в таком плачевном, а во время независимости Таджикистана. А зарплаты учителей, я вообще молчу про зарплаты учителей. А сколько еще можно пунктов привести этому господину, чтобы люди понимали, в каком состоянии образование Таджикистана? بسیار خوب برادر عزیز، حالا حرفای نفر بعدی رو گوش کنیم. Всего доброго. مهاجر. بسیار доброго. Ассаламу алейкум, برادر شوکت. و علیکم السلام و رحمت الله. من گفتنیم که در همین در تاجیکستان ما همین یک فرزند یک کس قبول کنه مکتب باید ریمونت پولی دهد بعد قبول میکنه. بعد آخری که وقتی که صنف یک تمام میکنه بعد با ریمونت پولی میدهد. با غیر از این در همین 8 ماهی که میخونه 8 ماه 9 ماه که میخونه با همین یگون استول میشکند ستول میشکند یگون پول کراسکه کردن در کار یگون آبولوی شیفی رو میچکه شیفی رو علیش کردن در کار سوموی بسیار میگیرن. یک فرزند 10 سومونی 20 سومونی میگیرن در یگون لوبوی ریمونت شود یگون خیلی هر یک طلبه میگیرن و چند سوم میشود میبیرن یه لیست شیفری کجلای میمونن هر یک طلبه 10 سومونی 20 سومونی پول میگیرن. برای چی؟ هم پولی مکتب میتید هر سال یک سال یا با دو بار ریمون پولی میگیرد برای قبول مکتب با تموم کنه بعد آخری مکتب سری مکتب آخری مکتب در یک سال دو بار ریمون پولی میگیرد. برای چی؟ همین سوال تید برای همین سونی باید گاب داد. عذر برادر شوکت این بسیار این برادر کینوهای ازبکی بسیار تماشا کردگی یگید هم ایتدی هم قایتدی شد که این همین گپی زدگیش من نگفتم میگه راست میگه این یگید هم ایتدی هم قایتدی شد این مرد شو بچه مرد شو اگر این وضعی تن نگیره این برونده پشتی حکومتی رحمانوف نگیره پشتی کنش داروش میکشن حکومتی ها برای همین برونده این روز جون کنده است که اپرادات کنه این گپی زدگیشه
برادر شوکت همین بگویید که در 1 سال 2 بار ریمونت پول میگیرم بود در بایناش بود پول میگیرم من فرزندی من 2 فرزندی من میخونه در مکتب 2 فرزندی من در مکتب میخونه حالا در صفحه فیسبوک سخنگوی وزارت معارف تاجیکستان نوشته بود که احسان خوشبخت نوشته بود که برای تعمیر مکتب پول جمع کرده نمی شود هر یک مکتبی که برای تعمیر مکتب مسئولین مکتب اگر برای تعمیر مکتب پول طلب کنند در شبکه های اجتماعی نویسید ما یا که به تلفن باوری وزارت معارف نویسید ما حتما چاره‌جویی میکنیم گفته بود احسان خوشبخت سخنگوی وزارت علم و معارف جمهوری تاجیکستان. حالا باز وقتی که این گپ گفته می شود باز مردم میگویند که اینها پول جمع میکنن از این میبراید که یک گپ رسمی دیگر خیلی میرود و غیر رسمی شفاهی وظیفه دارکنی ها و فرمان ها دیگر خیلی میروند اما رسما گفتن میگیریم پول جمع نکنید گفته شما پول جمع کرده فرستوندن گرید میشود است از این میبراید که وقتی که مردم گفته شده است پول میگیرن. حالا برادری که از واتساپ زنگ زدید برادری که از واتساپ زنگ زدید در ناحیه مومن آباد شما چی شده کار میکنید؟ در ناحیه مومن آباد چون که برادر رو گفتن که ما چند سومی می پرتوین و چی در ناحیه مومن آباد سوال دادم برادر عزیز این خیلی گپ کور نیست. نه برادر من به شما دیگه سوال دادم برادر در ناحیه مومن آباد مسئولیت شما چی است؟ بتوانیم فهمیم که نام و نسب شما چی است و مسئولیتتون چی است؟ مسئولیت من برای چه نمیدونم بگم تو مسئولیتون چیه؟ مسئولیتتون چی است؟ نام و نسبتون چی است؟ من شوکت محمد من بلوگر فقط بلوگر هستید؟ دیگر هیچ کار نمیکنید در حکومت؟ در حکومت کار نمیکنم من بلوگرم یک جای دیگه کار میکنم. یک جای دیگه در کجا؟ این دولتی نیست این یک کار شخصی دیگر است که همچون یک صاحب کار بود. خیر بسیار خوب زندگی حیات شخصی شما با من لازم نیست برادر عزیز ما بیشتر به مسئله های جمعیتی دخل میکنیم. میکنم مسئله جمعیتی را من بسیار ویدیو میکنم در برای مومن آباد کار میکنم همینجا ویرانی شد یا که آبادی شد انم خیلی جایی که چی میشود ویدیو کردم میپردم همه شد حقیقت ویدیو کن حقیقت گپ زن فقط حقیقت بسیار خوب من برادر عزیز اما برادر عزیز به شما من یک من چیزی هست نمورا میگم یک میگود کی سوم نمی اقلا نامتون رو میگفتید من با نامتون به شما مراجعت میکردم. کمرون برادر عزیز کمرون به شما من یک توصیه دارم یک توصیه برادرانه دارم این هم باشد اقلا به همون مسئولین مکتب میگفتید که این خیلی با نظام پرتخوی کارنوشایم رو برده در پرتوگاهی مکتب این خیلی برده با نظام نمونن وای پرتوگاه نیست یک خاطر نبرده پرتوگاه نیست وای سیمپوی هست از مکتوسه است که هولو در اونجا درس نیست تای اصولهای اخیر است که در اونجا دیگر درس نمیرود وای پرتوگاه نگویید معنای پرتوگاه دیگر است تو جایی که هست وای درس نمیرود موقتا وای دیگر است. این سیم گپ شما شد. یکم گپتون این بود که اونجا پرتها رو برده میپرتویند پرتهایی که کارنوشوی هم شده است همون پرتهایی که کارنوشوی هم اینجا بردگی موندگی شونند شما برده قطار کرده موندگی خیلی دست میخورد همین خیلی برده موندگی است. بسیار خوب کمرون خیر گوش کنید شما از طرف ولایت سوق دستید دو ولایت دستید وقتی که ما گروه با میغلطن خیلی نفهمو میغلطن بعضا دفعه نه برادر حالا برادر عزیز بسیار خوب تشکر من به شما یک بار دیگه اینجا اگر چت یوتیوب رو دیده باشید نوشته ایستادن که از من گفته ایستادن که شما عدالت رو رعایت کنید به یک نفر وقتی ما رو نگذارونید گفته در چت یوتیوب نوشته ایستادن انا برای همین برادر از به هر حال به شما یک بار دیگه فرصت میدم گفتنتون رو بگویید.
مینویساند، کدومی که گپ میزند، کدومی که میکنه فهمد که همون چیزی ویدیوی کردگی بود، در حقیقت ویدیوی دروغ بود، ویدیوی بود که میخواست که برای خودش پیلوس جمع کند، برای که میدونست که در آینده در 3 روز اخیر ساختمان بینای نوی همون مؤسسه سر می‌شود. بعد مردم بگه که اوه رادیو افتاده که رفت ویدیو کرد، مسئولین رفتن در اونجا بینای نو ساختن. مقصدی من این بود مردم بدور شود که تا 2 سال است که در باره ساختمان و بینای مسئولین کار کردن و این 2-3 روز بعد دیگر ساختمان همون بینو شروع می شود، سنگ اسعار میگذارن اونجا. از اون ما ویدیو همون هیزم در مکتب، پیچکه های مکتب برادر، پیچکه های مکتب هیزمش از کجا است؟ چی؟ پیچکه های مکتب گرم میکند که هیزمش از کجا است؟ مو زمستان گذرانی دارد. هر یک مکتب وقتی که زمستان گذرانی می شود مولیه ناحیه است یا شهر ناحیه است سوم جمع میکند، سومی مخصوص سوم دارن باید سوم هم میتونشون باید چون یا ازم میخرن یا اینکه انگشت میخرن در قشلوقا یعنی از وزارت پول جدا میشد یا که از مولیه پول جدا میشد برای هیزم؟ از مولیه شهر و ناحیه جدا میشود. از مولیه شهر و ناحیه ها جدا میشود، بعد باید انگشت خریده شود یا هیزم خریده شود. بله در همین مکتبی که شما رفتید همین طور است یا خوانندگان هیزم میبرند؟ در ناحیه ما در بدایه برای مشکلی نیست، در برای خنکی سیمفونو اینجا پرابلم نیست، هم گرم است. بسیار خوب، تشکر زیاد برادر، سلامت باشید. نفر دیگر رو گوش میکنیم. منصور بفرمایید. سلام و درود برادر شوکت، امیدوارم خوب باشید. با بینندگان شما من درستش با این نفرم نمیخوام صحبت کنم، میخواستم درباره یک مشکل یک چیز مشکل است دوستان، مشکل باید خوب درک کنیم که این نفر همین نفری است که من با همون واتساپ هم صحبت کرده هستم که در قضیه اولی که روز دومی که کشته شدن گلبدین شد در همون بارم یک ویدیو کرد. این نفر اگر خطا نکنم یک بگیم نماینده کار با جوانان و فرهنگ ناحیه موبین‌آباد هستند. مشکل یک چیز هست، ببینید تو جایی که این پیشوا پرستی و نمیدونم یک جای خالی رو پر کردن و یک برادرایی که میخوان از حق گپ زنن، ببینید معاون مدیر مکتب صحبت کرد، مادر یک خواننده اونجا صحبت کرد، یک خواننده صحبت کرد که در حالت وخیم همون مکتبی که نشان دادن اونها چون صحبت کردن ثابت کردن که مکتب با طلبگو جوابگو نیست و طلبات جوابگو نیست. حالا هرچی اون مکتبی که این دوستی ما رفته است دوباره نوار کرده است که مکتبی خوب و بهتر است، همون مکتب هم با طلبات معیارهای چی جوابگو نیست. یک بخاری تو چی درجه میتوند که مثال اون کودک رو گرم نگاه دارد و اون وقتی که همین ارگانیسم کودک گرم نباشد و چی خیلی میتواند که همون درس رو خوب قبول کند. یعنی یک حالت معیشی یا که کامفورتی وجود ندارد در مکتب. این مشکل یک چیز است، ما باید از همین قضیه های مثلا همین کشور همسایه ما باید یک درس بگیریم، بس کنیم دیگه پیشوا پرستی و چیز پرستی و نمیدونم یک تملق کاری و چیز. درست است یک خبرنگار رفته است یک برنامه پیشنهاد کرده است که مشکل جامعه حل شود، همین مثلی نمیدونم چیز همین نپدت میکند به همون ژورنالیست آزادی که این خطا کرده است این خطا کرده است. برادر ما با شما یگان خشونت ندارم، ما یک شهروند تاجیکستان که میخوایم نسل آینده ما یک باسواد باشند. وقتی که در این نمود مکتب ها طلبه ها درس میخوانند دیگه چی جای امید است که از این طلبه ها یک متخصص خوب میبرد؟ حتی همون مدیر جانشین مدیری همون مکتب با حال و احوال این شوربخت نگاه کنید که با فکرم بعد از همین سخن کردن و این همین اونجایی که در رادیو آزادی سخن کردن اینها با جوابگری ماموری هم کشیده میشوند. حالا اینا رو پلیس دعوت میکند برای چی این حرف رو زدید. فقط مشکل یک چیز است، بس کنید دیگه پیشوا پرستی و جای خالی رو پر کردن. بله برادر عزیز،
برای ما یک درس شود، برادر شوکت، برای ما یک درس شود که وقتی که یک نفر خودش رو لیدری این مومن آباد به ما نوشته ایستاده اید کمتر دیر کردیم برادر رفت. حالا چند معلومات ها اومده ایستاده است از ناحیه مومن آباد. حالا به من در واتساپ نوشته ایستادن که حالا این برادر دعوا کرده ایستاده است که مکتب سرن می شود، اما به اینجا نوشته ایستادن که یزنه یوسف رحمان رئیس محله غلام آباد است، شهر پخسه بوده است و پول مکتب نوی باید می ساختن حل شدگی نوشته ایستادن از ناحیه مومن. بله اگر ما پیگیری کنیم مشکل خیلی زیاده. مشکل در چی است که باید ما مشکل خوب بپذیریم، تحمل کنیم. درست است. تو صنف 4 بوده است، یک نفر دیگر نوشته شده است تو صنف 4 بوده است، بعد از صنف 4 با مکتب قشلاق لنگری میروند نوشته شده است. همه مکتب در نظر دارد. یعنی حاضر یک نفر دیگر نوشته شده است که انا همین مکتبی که بوده است مکتب نو، همین مکتب این جای نو هست که بغل که نو نشان داده بود مسجد بود است، مسجد رو زده کشیده گرفتم. بله با یگان طلباتی همین استانداردی جوابگو نیست. همین برادری که رفت خواست که مثال مکتب بهتر نشون بده، همون مکتب هم حالش بد است. ما فقط باید میگم که یک حقیقت خوب مردانوار باید قبول کنیم که درست است که مشکلی هست. مشکلی همون آدمای همجا است، هم مشکلی ما است، یک آبروی اعتباری ما است. نگی باز یک چیز دیگه خاطر رسان میکنم که بس کنه دیگه این پیشوا پرستی باوری کامل دارم در یک تحولات همین اون غیر امکان است. تحولات یک روز مردم با پا میخیزن، همین لیدری همین پیشوای شما مثل موش بجا میشود دیگه، از اون یگان حال اولش خبردار نمیشه. چی سلامت باشید. خواهش میکنم. خداحافظ. بعدی رو گوش میکنیم. یک نفر از واتساپ زنگ زده شدن، اخیر رقمشون 34 است. نفری که رقم آخرتون 34 است خواهش میکنم صبر کنید چون که علاقه در واتساپ بند بوده است. نفری که در واتساپ قبول شدگی هستید بفرمایید. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام بر شما، سلام بر بینندگان شما. من و همون برادری که ایمون نبود برآمد کرده داشتم که بعد که خودش اون میگه دوست 4-5 نفری که برآمده شکایت کرد و آدم حساب نکرده. یک خودش همه اینکار کرده. این آدم نگاه کنه که 5-6 نفر برآمده شکایت کرده و یکش کسل روحی برآورد، یکش خیلی برآورد، یکش خیلی برآورد. خودش باشد اون چیزی که عیان است حجت به بیان نیست. خیلی که شما گفتید قطعه با همون جاهاش موندگی با همون افرادت کرده است. من گفتنی هستم که در همه جای تاجیکستان هم خیلی حال و احوال است. شخصا در همون جای آخرین برادر رو من بسیار مستر کردن نخواستم، بسیار تنگ داشتن نخواستم. خب ببینید در دو گفته شده است در اونجا این حاضر درس نمی شود، درس نمی خونن، در اونجا کلف کرده شده به روز شنبه نورفتگی. آخر چیخل در اونجا بخاری موندن، پیچکه موندن، پیچکه ها کرنای هایش نو همین سال موندگی است. چیخل بله اینا همین اگر هم که بعد دستش قپیده نشان دهید، اگر اکر شفت هم که نشان دهید و یا این کار میکنه چون که اینو پیشون پرستن، اینو وطن پرستن یا پیشون پرستن. تو فقط رحمانز میگم سلامت باشم. بسیار خوب، تشکر زیاد. نفری بعدی از واتساپ، یک زنگ دیگر از واتساپ، اخیر رقمشون 34 است. الو آقا شوکت. و علیکم السلام و رحمت الله. آواز من میره؟ صداتون هست، بفرمایید. خدا کنه که شما خوب تیز باشه. خب زنده باشید، بفرمایید. و کمی سرسری برنامه همیشه شما را تماشا دارم. یک هیجان میاد در این برنامه شما، باور که یک اشتراک، یک کیفیت به وجود میاد در همین وجود ما که هم از حساب اجتماعی و سیاسی و اقتصادی همین برنامه شما خیلی جالبه، خیلی خوبه. دیگه نمیتونیم که
گپ نزنیم و گپ زده از این برنامه تشکر، گپ زنید. با مخاطب هم برادر مومین آبادی که حاضر از چی کنه مقصد بگیم که از شما خفگی داره که همین نسبت مقصد مومین آبادی گپ میزنه. نه برادر مومین آبادی اگر این فکر کنه و ما را اگر جدا کنه خرطلانی و بدخشانی و مقصد خوجندی و دیگر مناطق و خطا میکنه. فرزند مومین آباد فرزند ما، فرزند خوجند فرزند ما، فرزند بدخشان فرزند ما هست. ما باید ساحه معارف اقلش دیگه ساحه همان هم ساحه معارف باید ما جدی بگیریم. باید ما در این ناموس نکنیم. حضور ناموس اومده است که شما مکتب ما را نواببرداری کس را دیگه آزادی بود در مردم نشان داده است و یک ناموسی وطنداریش آمدگی است. دیگه در حقیقت بچه خرید برادر ما خطا میکنه. ببینید که همین مردم دولت‌های ابوالقدرت در دولت‌های که ضعفن اقتصادیش و ضعیفن در اوام میروند مکتب جور میکنن، مکتب درست میکنن و زبان و علم ترقیاتش رو در همون دولت می آموزونند. بله. ما همه پیش باید از همه پیش اخیش حکومت ما خدا را شکر در تمام دنیا تاجرای خوب داریم، شخصیت‌های داریم که سرمایه خوب دارن، یعنی در تجارت و پیشروی خوبه. باید همه را ما دستگیری کنیم. همه برادرها باید در هم ناحیه‌ها و در همه جمهوری ما هم ساحه معارف یاردم کنند. اگر ما با بول دولت کنیم و چی کنیم با الله قسم 3-4 تا معلم و معلمه ماندگی همه وطن میپرتوان با الله قسم 10 تا پس اگر معلم بیاوه که در مکتبات درس بده دیگه مکتبات به صحیح میمونه، جامعه به تربیت و به علم میمونه. از بین رفتن دولت وجود داره که دولت اکای شوکت همینجا. تشکر جزید برادر عزیز. سلامت باشی با زنده باشید. تشکر. محمد جان بفرمایید. سلام علیکم برادر، خوب هستین شوکت؟ و علیکم السلام و رحمت الله. صدا هست؟ صدایتان خوب است. تنسیان داشتید برادر. موضوع اصلا در جاده معارف است. بله؟ بله. برادر این باور کنید این سمت یکی از ساحه‌های اساسی ملت کشور به حساب میرد. یکی متاسفانه ما نداریم چنین حکومت که در این سمت یک اندیشه درست کند، چخور کند. ببینید پروکورورم مکتب میخوند، سودیش هم مکتب میخوند، رئیسش هم پرزیدنتش هم همه مکتب از همین مکتب میگذرد. اما خیلی نیست. تمامی متخصصین ساحه کشور و مادامی که مکتب نیست، معارف نیست، مشکل میتونیم که یک مهندس، یک سودیه، یک پروکورور یا یک دیگر متخصص آماده نماییم برای کشور. من در این سمت برادر باور کنید اهمیت نیست، اهمیت نمیده حکومت، چون حکومت اصلا حکومت مردمی نیست، حکومت ما نیست، حکومت ملی که نیست. در این مسئله من اهمیت نمیده. این کارا باید پیش میکردن از روز آغاز حکومت داری. وقتی که به حکومت آمدن باید یکم دقت اینا باید در همین سمت جلب میشد در ساحه معارف، چون در سالهای جنگ همه متخصصا تک کردگی بودن، چه در ساحه طب چه در ساحه خود معارف. از این لحاظ اگر در این لحاظ درست اهمیت میدادن، معلم آموزگار رو با معاش تامین میکردن که آموزگار پیدا کردن یک نان یا یک کیلو گوشت نباشد، تنها در فکر درس دادن، تربیت کردن مثال نسل نورس باشد. انا برادر میشد درست، لیکن کار نکردن. طول 30 سال میتوانستن که در همه ساحه متخصص تیار کنن، در کشورهای خارجه، در تمام ساحه، انجینیر، ساختمانچی، عموما در ساحه طب برادر متأسفانه این کارا کردن نشد و نخواهد شد. اون نفرایی که میبرون از ستایش میکنن از خارجهشان، من گفتنی هستم که به خودی همین حکومت مخصوصا به خودی همین رحمانوف که همون نفرایی که امروز او را ستایش میکنن، اون رژیم ستایش میکنن، با ضربه در حالت لازمه، ضربه با اساسی را با خودی همونا به همین خارجگان میزنن در حالت ضروری، در حالت لازمه. چون اینا یک خیانتکار هستند، یک درویه هستند، یک تدلیس هستند، یک پسکود هستند. اینا نه ننگ دارن، نه ناموس دارن، نه مسلمانگری دارن. چون این نفرها باید از تمام ساحه باید خارج شوند برادر. نفرانی یک واقعا پیدا کنند مانند که یک حس ملی وطنداری داشته باشد. چون این نفرها قریب که نیست. از این لحاظ برادر امروز ببینید در تمام ساحه پرابلم وجود دارد. در تمام ساحه داشته باشند، کمبودی ها را چشمشان ببیند،
اگر یک مسئول کمبودی ها را چشمش نبیند، فقط خوبی ها را بیند و کمبودی ها را چشمش نبیند، چگونه کمبودی ها را برطرف میکند و به پیشرفت قدم مینهد؟ کمبودی ها که برطرف نشد، این صد پیشرفت است. کمبودی ها کمبودی برادر قریب که در تاجیکستان در تمام ساحه هست، در تمام ساحه. شما ببینید تربیت نسل نورسه، مکاتبا را ببینید، دختر بچه و پسر بچه ها را ببینید چه خیلی معاشرت میکنن. در نقلیات های جمعیتی بگردید برادر، این یک شرمندگی است، یک شرمندگی، یک حرمت و احترام عموما نیست در بینش. برای چی نیست؟ تربیت تعلیم وجود قریب ندارد. فهمیدین برادر؟ از این لحاظ گمان میکنم که این کار باید حکومت نوین وقتی که به سر قدرت میاد باید کار آغاز کند از همین ابتدا برادر، از همین باغچه و از همین مکاتب سر کند. انشالله که آیندهش بخیر میشود. متخصص میتواند مثال یک چی دولت پیش برد. او شخصانی تصادفی نه، او شخصانی که با دزدی اومدگی هستن، آدمکشی اومدگی هستن، وظیفه گرفته هستن، امروز گاستوک میپوشن، کاستوم میپوشن، نشان میتن در بین مردم میبرن. مردم گمان میکنن که اینا یگان نفرانی خواندگی هستن، با سواد هستن. اصلا همه دوز و همه مثال چی هستن؟ راهزن هستن. شما بگید کدام او در کجا تحصیل کرده است؟ از همون سرورش سر کنید که او کجا را تحصیل کرده است. و وقتی که خودش دانش کافی ندارد، وقتی که خودش بدون یک چی میگن یک شپرگالک، یعنی که یک کاغذی که مثال مشاوران دیگر تیار میکنند، برآمد کردن نمیتونه، سخنرانی کردن نمیتونه در سطح دولتی، پس او از دیگرش باید چی میگیم ما؟ باید سرور برادر، سروری عائله، باید سروری دولت باید چنین یک نفر باشد که او یک سواد داشته باشد، معرفت داشته باشد، او یک دانش خوب داشته باشد، یک متخصص باشد اقلا در یک ساحه. چنین نفرها برادر نیستن. ما میدونیم که او کی بود، او کجا ختم کرده بود. تشکر زیاد. سلامت باشید. تنصیحات باشید برادر. این بسیار موضوع برادر، بسیار موضوع این مهم است. این یگانه مثال چی است پرابلم است در تاجیکستان، مسئله معارف برادر. تشکر. زنده باشید. مبارز اسماعیل بفرمایید. بعد از این سلام علیکم اکا جون. و علیکم السلام و رحمت الله. اکا جون دیدم دامی شبکه‌های اجتماعی پخش مستقیم رفته است. گفتم به طرف نباشم اکا جون، برنامه جالب درباره معارف. گفتم اکا جون یاد فکر عقیده خدمت بزنم اکا. مرحمت. همینجا منبر شماست، بفرمایید. راست دیگه اکا جون، مکتب معارف جمهوری تاجیکستان نول نه مینوس نول اکا جون، ای نول با مینوس اکا جون، باور کنه پلینتوس پایین. ای پلینتوس پایین اکا جون. مدروی معلم راست دیگه خیلی هم ندارن، سواد ندارن، بسیار سواد نداره. برای که همین 4 تا مثال معلمی هست که کمتر علم داره، سواد داره، خیلی به همه معلومه که مکتبای پرزیدنتی و مکتبای نمیچی برای همون فرزندای منصبدارا را اساس کردگن، او را مقصد معاشای خوب معیا کردگن، همون سمی رفتگی. باقی مانده هم چی دنگ دیونه که مقصد دیگه با 500-600 سمی قناعت میکنن، نه علم دارن، مقصد نه تربیه کردن میتونن، نه مثال یگام کار کردن نمیتونن. بسیار معلم ها را همون دیدگیم که مقصد دیگه باید اویلیک شمه گیرم میرود، تا اویلیک تمام شدن عرق میزنه، تا اویلیک تمام شدن پیوه میزنه. او اکجا تربیه میکنه که او یگام تربیه کردن نمیتونه. میشینه در درس میگه شما مقصد دیگه خدمم خوندگی مکتب کرد. معلم میگفت که مقصد دیگه در صنف میدید که کدمه کمتر همون را گوش میکنه، میگفت بیا در اینجا بشین نگاه که طلبا راز میام. میرفتیم قطعی او دیگه معلم در کلیدار شدن توی کدمه را نقل کرده، چخچخ کرده شدن اینجا طلبا چیکار کنن. مقصد دیگه که به اهمیتی ای چی حساب میشه که شوکت جون، ای حسابی که معاش نیست. مقصد دیگه اگر همون معاشش مهیا باشه، مثال همون معاشش ای ماه با این ماه همه کمبودیاش بود کنه که جون کو همون معلمه یا معلمه ناموسش وجدانش اکجان نمیمونه که مثال خیانت کنه که اما آدم مثال میگه به خیانت نشوه. مثال همین اولی که من قناعت میکنه برای زندگی من همه کمبودی ما بود میکنه به مثال خیانت نشوه.
мақсади гап чӣ кунам? Тарбия кунам, илм боомӯзонам, мақсади гап нигоҳ кунам, намекунанд акаҷон. Мақсад экзамен мешид, мегуфтанд ки я лаъли ош биёр, уша мегуфтанд я лаъли чӣ биёр, уша ту манту биёр, уша қурто биёр, уша шакаро биёр. Тамом экзаменам намедура акаҷон. Мерафтем. Зинда бошед. Беаҳамиятӣ ака. Ташаккури зиёд. Саломат бошед. Як занг аз WhatsApp қабул мекунем. Алло. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Созена кашавка. Ташаккур ба шумо, бифармоед. خب موضوع درباره معارف من میخوام فهم که می حزب نهضت در معارف چی سهم گذاشته در طول فعالیتش همین میگفتین. حزب نهضت شما میگفتید که کی در سر حکومت بود؟ چه کی در سر حکومت بود؟ بله. 33% ازش نبود؟ نفهمیدم. 33% نگرفته بود؟ نه. کی در سر حکومت امام علی رحمان اعضای حزب نهضت بود یگون باره؟ اسک آن وقتی سول در 4% گرفتن ندادن. یگون 2-3% دادن درست ندادن شد. بسه قزاکوان موین سروازی نبود؟ گوش کنید برادر عزیز. گوش کنید برادر عزیز. کی حزب نهضت در سر حکومت بود؟ میگم 33% زدستش بود. نبود. بدک. نبود. برادر عزیز 33% برادر عزیز موضوع رو دیگر جا نبرید. موضوع معارف است. حالا بگویید یک پاس کن. برادر عزیز شما مردم رو گول نزنید. ما درباره از عهده نبرایی حکومت گپ زده شدیم. شما نهضت کی برای پیشرفت معارف کار کرد گفته شدید. این گپ رو این سوال رو همون وقت میدین که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در یکی از انتخابات ها به سر حکومت اومده است. یعنی اکثر وکیلان پارلمان از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بوده است و حکومت در دست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بوده است تو کار نکرده است و این حالت میگفتید. حالا در تاریخ تاجیکستان در تاریخ استقلالیت تاجیکستان بغیر از دست کمونیستا همین کمونیستای حزب خلق دموکراتی شدگی همون در دست همینا ایستاده است. هیچ کس دیگرگونی ناومده است در سیاست تاجیکستان. یگان حزب دیگر به سر حاکمیت ناومده است بغیر از همین امام علی رحمان کماندش. هر وقت یگان کمبودی بیاید از همین امام علی رحمان و کماندش پرسیده می شود که شما چیکار کرده ایستادید گفته تا اینکه اینها به دیگران اجازه بدهند که آنها هم یک قوت و قدرت و عقل و دانش و ذکاوت خود را بسنجند. این فرصت به مردم تاجیک نه به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نه به حزب‌های دیگر نه به اگراریش نه به اصلاحات اقتصادیش نه به یگان تاش داده نشده است. برادر عزیز این گونه فرصت همین دنبه اشان را امام علی رحمان با کماندش به همین کرسی ها کلیکر گرفتگی هستند، شیره شدگی است، سوارکه کردگی هستند. همین ها باید جواب دهند. شما مردم گول نزنید. حزبی که در سر قدرت نیست، بودجه در دست او نیست، بودجه‌ای که برای پیشرفت کشور باید صرف کرده شود، حزب چیکار میکنه؟ کسی خدا صرف کنه؟ شما چی گفته ایستادید؟ فراسات دارید، عقل دارید، ذکاوت دارید، ندارید؟ شما بلند کنم این برادر فراسات دارید، خدمت کردن و نکردن همیشه گپ زد. برادر عزیز نکرده خدمت نکرده چی وقت میکنید اخی؟ برادر عزیز گوش کنید. خدمت پرسیده می شود از مسئولین. خدمتگار ما، خادمان ما همین مسئولین هستند. خادمان ما همین مسئولینه که دعوا دارن ما اینها را انتخاب کرده ایم،
همین امام علی رحمان دعوا دارد همچون خادمی دولتی، اینها رو ما قبول داریم. همین ها این خادمان دولتی باید به مردم خدمت کنند. خدمت رو از این خادمان دولتی پرس. اینها خدمتگار من تویان. خدمت رو ما از اینها باید بپرسیم. در 33% دولت داده سیامیا بود. برادر از 3% هم نبود. 33% در پروتکل بود. در اصل 3% هم نبود برادر، دروغ نگو. دفشا سید اسحاق بفرمایید. برادر وقتی که با دلیل گپ نمیزنی، با یک فهم فراست درست گپ نمیزنی، من تو رو چه خیلی وقتی شنوندگانم رو تماشاگرانم رو گرفته به تو حق میدم که این خیلی گپ درو دراز گپ زنی. برادر یک با دلیل گپ زن، با اثبات گپ زن. خودت میدونی 33% هیچ وقت حزب نه، 30% هم 30% بود. هیچ وقت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اتحاد نیروهای اپوزیسیونی تاجیک در اونجا که حزب نهضت اسلامی تاجیک از تمام اتحاد نیروهای اپوزیسیونی تاجیک در پروتکل درست 30% بود، اما در اصل 3% هم دادگی نیستن. در اصل 3% هم دادگی نیستن. تو حالا شماره همشون رو یک روی خط کن بیار به من و شماره آنهایی که همون زمان در سر قدرت بودن بیار به من، بگو که من این 30% رو تشکیل میکنم. نمیتونی. امام علی رحمان نمیتوند همین دلیل رو آوردن. میفهمی؟ امام علی رحمان نمیتواند بگوید که من همین 100 نفر در سر همین 100 نفر تیمی حکومت بودن، اپارات حکومت بودن و این 30 نفرشون از مخالفین بودن. کنی یک امام علی رحمان گوچی اعلان کرده میتواند می نام بنام. نمیتواند. یگان مسئولین نمیتواند. برای که این دروغ بود، این فریب بود. بچه سید اسحاق بفرمایید. خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. خسته نباشید برادر شوکت محمد. زنده باشید. تشکر به شما برادر عزیز که نام بیماریتون در برنامه شرکت میکنید. زنده باشید. من میخواستم همین برادر اگر صدای من رو میشنود در مورد سهم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در معارف گفتم، من یک اشاره بکنم اگر وقتمون بدهید. هستم برادر. نبوده بسیار میشنوند انشالله که میشنوم. بله من میخواهم یک حقیقتی رو اینجا بگویم که تا به حال فکر نمیکنم گفته باشند، از روی انصاف هم نیست که اگر تا به حال کسی این رو ذکر نکرده باشد. در زمان شوروی و زمان جنگ شهروندی اشخاصی که رفتند در خارجه تعلیم گرفتند از طرف خود حکومت تاجیکستان و یا اینکه از طرف همون سابق جمهوری شوروی نبود، بلکه اگر حرکت و یا حزب سیاسی و یا اسلامی که می بود به کشورهای اسلامی فرستاده میشد، طلاب و یا اینکه طالب علم و یا دانشجویان در اونجا رفتن تحصیل علم میکردن. اگر همین برادر از روی انصاف رفته تحقیق کند، همین مفتی امروزه از طرف کجا رفته در پاکستان تحصیل کرد و امروز در خدمت کی است در تاجیکستان؟ من ده ها شاهد میتونم بیارم اینجا که مفتی تاجیکستان همون زمان برای گرفتن مکتوب برای فرستادن برای تعلیم گرفتن به کشور پاکستان از طرف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رفته بود و امروز با قول خود مقال تاجیکان میگوید که ایشون سگ ما است ولی به طرف ما عکاس میزند. ولی من این رو نمیخوام تحقیر به مفتی کنم، ولی یکی از کسانی که از اون طرف بر علیه مخالفین مبارزه میبرد همین مفتی امروزه است. از طرفی اگر واقعا منصفانه ای را خودشان اقرار کنند، از طرف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رفتن در کشور پاکستان تعلیم گرفتند. شخصی دومی که از طرف اپوزیسیون رفتن در جمهوری اسلامی ایران تعلیم گرفتند، امروز یکی از مقامات بلندپایه مرکز استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عبدالله راهنما هستند. این را همه ما میدونیم، هیچ کس نمیتواند انکار کند که عبدالله راهنما رفتن در کشور در جمهوری اسلامی ایران یکی از دانشگاه‌های بین‌المللی بهترین رو ختم نمودن، امروز در خدمت حکومت است. ایشون از طرف کجا رفته بود؟ آیا ایشون را امام رحمان فرستاده بود؟ و اما حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در زمان حیات استاد سید عبدالله نوری تا جایی که توانست قانونی و غیر قانونی ملت وقت دید با بی‌ثباتی می رود، کسانی را که انگیزه و خواهش طلب علم و تحصیل کردن داشت به هر کجایی که توانست فرستاد. مثلا جمهوری تاجیکستان در کشور پاکستان یا اینکه در ایران یا اینکه در کشورهای روسیه 40 تا هر سال لگا داشتن تا اینکه دانشجو بفرستن در اونجا تحصیل کنند. همین را استاد سید عبدالله نوری خداوند رحمتشان کند، همین را غیر قانونی هم بیشتر فرستاد تعلیم گرفتن. امروز اکثر آنها فعالن، صاحب دانش هستند.
خب اینجا ما بسیار میتوانیم ذکر کنیم بسیاری کسانی که رفتن، مثلا خودی دامله حاجی میرزا، ایشون هم با قطار همین مفتی امروزه رفته بودن در پاکستان تحصیل کردن. ایشون رو هیچ کس حکومت رحمانوف نفرستاده بود. امروز صاحب مقام و مرتبه و احترام و اکثر مسائل شرعی مردم رو حل میکند برادر دامله حضرت دامله حاجی میرزا هستند. خب از این میگذریم. برادر اگر کمتر اندیشه کنند میگویند که حزب نهضت اسلامی چی سهم گذاشت، 30% در حکومت سهم داشت، هیچ 30% نداشت. مثلا یک مقامداران وظیفه‌ای که از طرف 30% گرفتن، یکیش برادر زیدالله سعید است، خداوند نجاتش دهد، در زندان است، امروز اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نبود. خب قاضی دامله هیچ وقت اعتراف نکرد که من رسما اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستانم. یکی از مخالفین بود. اکثر اینها از طرف 30% خودشان رو بسته‌نویس کردن و مقامات بلند رسیدن. ولی در موردی از اوایل برنامه رو من دیدم برادر شوکت در مورد همون مکتب خراباتی که در ناحیه مومن آباد بود، اون برادری که اونجا صحبت میکرد نه معلم هم گفت نه هیچی، همین گونه دفاع میکرد از چیز. حالا دفاع سر جای خودش، شاید بعضی حرفاش درست باشد ولی اینجا دروغ‌های شاخدار گفتن که نمیشود اون رو تحمل کرد. مثلا در مورد رادیوی آزادی گفتن این یک برنامه دروغ رو پخش کرد. گفتن من اکثر خبرهای سیاسی رو در رادیوی آزادی من میرسونم به خبرنگاران رادیو آزادی در همین پراگ هستند، زنگ میزنم. مثلا خبری حبس شدن بابای دانه رو من رساندم، ایشون باور نکردن که یک موسفید 87 ساله رو زندانی کند این حکومت. تو این حد با این ظلم حکومت باور نداشت. ولی وقتی من همین خبر رو رساندم، ایشون زنگ زدن به کمیته امنیت ملی با همه مقامات قدرتی زنگ زدن که همین خیلی موسفید 87 ساله با اسم بابای دانه شما آوردید، الان حبس کردید، به همین مدت اون رو زندانی نمودید. وقتی اونها از اون طرف این رو تصدیق کردن، تعجب کرد، به من زنگ زد میرزا نبی خالقزاد که این واقعا موسفید رو چرا این گونه اینو تو این اندازه ظلم کردن. چی خبرهایی که مثلا در چیز سیاسی بود، اسرارالدین رازقوف و دو نفره که در کرسی آن زندانی کردن، با خبرش به رادیو آزادی میسر نگشت. این رو من از تاجیکستان خبر رو گرفتم به رادیو آزادی دادم، همین رو هم باور نکردن. هر کسی خبر بدن اونجا باور نمیکنن. اونها زنگ زدن دوباره باز به همون مقامات قدرتی همین خبر رو تایید کردن. سود همون شهر سود ناحیه اسماعیل سامانی بود، شهر دوشنبه بود، زنگ زدن خبر رو تایید کردن، بعد پخش کردن خبرهایی که همین از هر کس به اونها بدهد همین گونه اونها پخش نمیکنن. اونها هم عقل و فراست دارن. رادیو آزادی که از شبکه‌های هست در شبکه‌های اجتماعی که اکثر یک طرفداران ایشون دارن. و اما نامزدهای مومن آباد گفتن ایشون رد کردن. اصلا بگیم 3 ناحیه یک نامزد دارد اکای شوکت، مومن آباد، شوراباد و خاولینگ. همین به خاطر کم بودن جمعیتشون و اکثر منطقه‌اش رو کوهستان تشکیل میکند، همین 3 ناحیه یک تا نماینده در پارلمان دارد. مثلا در دوران سال 2010 بود یا 2005 بود والله اعلم، استاد سید عمر حسینی در ممون 3 ناحیه نامزدیش رو پیشنهاد کرده بود. ما کم و کم می رفتیم می اومدیم. یک زن بود در همونجا، فکر کنم رئیس ناحیه بود پیش از نماینده مجلس شدن، رقیب استاد سید عمر بودن. وقتی بیرون از ملاقات ما می رفتیم میگفتن که بسیار سعی کوشش نکنین. همون زن آشکار به همون استاد سید عمر گفته بود، با نمایندگان استاد سید عمر، با چیز همراه هیئت همراهان، که بسیار سعی کوشش نکنید. مثلا با قول همون تاجیکی و دغلی بگیم، میگفت که بسیار خودتون رو ندرونید، این کوشش شما بیهوده است. من نامزد حکومتم. در همون 3 ناحیه یک نامزد دارن اونها. اگر اون برادر اینها رو هم که اگه نمیدونن خوبش که بهتر بدونن. و اما در مورد مکاتبی که گفتین، مکاتب فرسوده و چیز، به همین سبب من در پشتم عکس مکتب دهه‌مون رو گذاشتم. این مکتبی که میبینید در پشت من مکتب دهه ما هست. در دوران سیوز این ساخته شد، در دوران حکومت رحمانوف. در دوران اون اوایل حکومت هم این گونه مکتب‌ها رو اصلا اعتبار نمیدادن، بلکه ما شاهد دیدیم که بعضی از همون مقاماتی که امروز در مقامات کار میکنن، یک مقامدار بلند هستن، می اومدن پیلته‌های همین مکتب‌ها رو میبریدن، میدوزیدن. خب بالا پوشش رو بعد همین پول جدا کردن، بعضی پولشون خودشون باز بر جیبشون زدن، بعد بالاهاشون این گونه چیز گرفتن، بالا پوش دادن. در مورد مکاتب وقتی که در یک ناحیه مثلا در راغون
یک مکتب رو جدا میکنن برای ساختن. کارخانه حاجی امون رفتن اون رو نرخنامه پر میکنن، نرخگذاری میکنند. وقتی همون نرخنامه رو پر کرد حدود 4 میلیون سومانی نرخنامه گذاشت برای همون مکتب و گفت این رو من نرخنامه گذاشتم، من نقشه گنرالیش رو کشیدم، در این جا هیچ کس حق اشتراک کردن در گرفتن ساختن مکتب ندارد. وقتی امین مرحوم قربان عبدالسلام قربان وزیر مالیه بود، قبل از اون رئیسی همون دیرکسیه انشاءاتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بود. ایشون رفت مکتب رو خودش ساختمانچی بود، به هر حال همون نرخنامه پر کردگی ایشون رو گرفت دوباره پر کرد. حدود 2.5 میلیون شد همون مکتب. وقتی چیز کارگرای خودش رو سفارش داد که همین نرخنامه را از نظر یک بار بگذارونید، شما ببینید که حدود 1.5 میلیون اینجا دزدیده می شود. بعد در حقیقت این گونه مکتب هایی که در اونجا رادیو آزادی آورد نشون داد همین گونه می شود، از این هم بدتر می شود. حالا در اکثر جاها پول جدا می شود. بعضی پول را همون شرکتی که پودرچی میگیم ما همون پودرچی بسازد 10% اون رو همون وزارت مربوطه که همون به همون پول جدا شده است همون رو میگیرد، به من 10% اون رو میدهی میگوید، سپس همین مثلا در همین آزمون تو غالب میایی، دیگر ما کار نداریم اینجا کی اشتراک میکند کی اشتراک نمیکند. در صورت این گونه پول دزدیده می شود از مکاتب، نه تنها از مکاتب، از اکثر ساختمان هایی که ساخته می شود، مثلا بیمارستان و نمیدونم دادستان ها و از اینها زیاده از 10% دزدیده می شود. من این را خودم ساختمانچی بودم، 100% حاضرم که قسم بخورم و میتونم که مردم این را آزاد، این را راحت می شود فهمید. و اما در مورد یک ایشون میگویند که مکتب ها رو نمیدونم اونها رو به زور آوردن، رادیو آزادی اون نمیدونست از چی بگوید، در حالی که اون راحت حرف میزند که چند تا میز و کرسی داریم شکستگی. حالا من یک مکتب رو ساختم در ناحیه رودکی، مکتبی ساخته شده بود ولی از دوران سیوز اینقدر فرسوده شده بود که اون عکسایی که شما پخش کردید از اون هم بدتر بود. سقف‌ها و بالاخونه‌هاش اصلا آب به مانند همین شره میریخت. در اونجا مکتبی گنگ‌ها بود اون مکتب. ما وقتی اون رو رفتیم با وزارت معارف شرطنامه کردیم، رئیست ساختمان همون وزارت معارف جناب عبدالقادر بود فکرم نامش، با ایشون وقتی شرطنامه کردیم گفتن که ما همین رو از پول سیل میگفتن و بعد این رو میتونستن که از طریق خودشان بدون آزمون بگیرن، مثلا انشاءات رو با تو شرطنامه کنن، شرطنامه‌ای همون رو کار کنی. وقتی ما همون رو گرفتیم رفتیم دیدیم همون مکتبی کرا و گنگ ها بود، همون بیچاره کرا و گنگ ها در زیر همون در همون جایی که میخوابدن از بالای سرشون آب میریخت. حالا اونها کر بودند و گنگ نمیتونستن اعتراض کنن که در اینجا انسان نمیتونه زندگی کنه. ما همون رو به هر حال به نحوی احسن ساختیم، هر گونهش طلباتی که داشت اجرا کردیم، ولی تا به حال پول ما رو هم ندادن. وقتی که این گونه ما رفتار کردیم با بهترین وجه اون رو سپاریدیم، ما پول رو دیگر نتونستن چه خیلی بدزدن. از اون وقتی که شرطنامه میکنی بدون آزمون باشد اون رو سرپودرچی خود همون وزارت میشود. سرپودرچی میتواند که پول رو خودش از بعد دیگر شماره حساب بگذارند، پولش رو کسب کند به خودش. همین گونه پول ما رو هم دزدیده ندادن. این همش یک دزدی و یک غارتگری مردم است. چرا در کشور ژاپن همون یاپونیا که میگیم، در کشور یاپونیا اکثر بودجه شد جدا میکند به ساحه معارف و امروز هم از اول همین گونه بود است، از 100 سال پیش شاید. امروز نتیجه اون رو به دست آوردن. اکثر اختراعات، اکثر دانشمندان ژاپنی است. مثلا میگویند که اگر شما ژاپن که بروید، اگر در جیبتون 10,000 20,000 دلار داشته باشید در اونجا نمیتوانید شما سیرگشت کنید، چون که اونجا یک کشور پیشرفته است، همه چیز گیران، مردمش صاحب پول و سر و پور. ولی در ما برعکس، همه اینها دزدیده می شود و به جیب مقامداران می رود که این رو نمیدونم با کدام برای کدام روزی مبادا برای خودشون این پول ها رو دزدیدن. همون برادر که از مومن آباد بود، حالا گفتن که شما با فکت و دلیل گمیزه. من چند تا فکت گفتم اینجا. یک فکتی آشکار دیگه میگویم، یک شخصی که در اکثر شرکت‌های ساختمانی، در اکثر اداره‌های ساختمانی تاجیکستان کار میکرد، به نام توره داستان، از خود مومن آباد است. شاید بشناسد، اکثر مردم مومن آباد میشناسد.
سردار ریاست ساختمان وزارت مهنت و شغل اهالی تاجیکستان بودند. در آخر آمدن یک سنتر باز کردن، یک مرکز از طرف حساب بانک یورابانک میگفتند، از حساب یورابانک باز کردن. ایشون در اونجا مسئول گذاشته بودن. وقتی ما رفتیم در مورد آزموناشون خواستیم معلومات بگیریم، اشتراک کنیم و ما وعده دادیم من شما رو میشناسم، شما بسیار ساختمان‌های شما رو من دیدم، شرکت شما رو میشناسم، اسمشون رو خلاصه بیایید من با شما همکاری میکنم و میگویم که شما در آزمون چگونه اشتراک کنید. بعد از همون نزدیک شدن زمان تاریخ آزمون وقتی ما رفتیم، بیچاره تورا داستان فقط نمیگیرید خلاص، میگفت که برادر باور کنید نمایندگان حاجی امان جداگانه اومدن بالای سرم، نمایندگان نمیدونم مراد ترخ جداگانه اومد بالای سرم، نمایندگان حسن اسدالله‌زاده جداگانه اومد بالای سرم. اینها چی از سببش اومدن اونها؟ وقتی نمیگذارن ما یک حجت های در مورد همون آزمونی همونجا اشتراک کنیم، پس میدونن که پول از جانب یورابانک جدا میشود، نظارتش در دست وزارت داخلدار جمهوری تاجیکستان، ولی پول رو باید اینجا 50% دزدیده شود. اونگونه که طلبات در مورد مکتب هست اون رو نکنن اجرا. ولی باز کسی دیگر اونجا گفتن که از فرزندان من پول میخواستن. من در شهر دوشنبه زندگی میکردم، حالا ناحیه ها رو بگذاریم، پولی کومور و پولی نمیدونم هیزم میگفتن. وقتی مکتب ها رو ما میرفتیم میدیدیم هیچ مشکل نداشت، مکتب های زمانوی ساخته بودن، فرزندان من رو در اونجا گذاشته بودن. وقتی من دیدم نمیدونم بطری های گرم کن همه چیز هست، ولی هر هفته معلم و معلمه هاشون میگفتن که پولی نمیدونم پیچگاه، پولی تریزه، همه زمانهای ساخته بود. این همه دروغ ها رو چرا میگویند که اینها دروغ است و در مورد اینها هم دروغ های شاخدار میگویند؟ اینها رو نمیشود ملت را فریب کرده. آخه من نمیدونم دیگر در این باره چی بگویم. خب اگر چیزی باشد با من در خدمت هستم. که شوکت زیاد برادر عزیز سلامت باشید. ان شاء الله شاید یگان ضرورت پیدا شود حتما با صحبت میکنیم. از واتساپ به فکرم زنگ زده ایستادند، به نهایت انتظار هستم، خیلی وقت شد. الو سلام علیکم شوکت محمدی برادر. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. صبر و طاقت شما با خیلی صبر کلان داره شما با خدا هر یک از طاقت میکنه. من همیشه خود معارف تاجیکستان میگم، معارف تاجیکستان 0000. بله. با خدا یگان معلمه معاش خوب نمیگیرد، اشکمی کشنه خوانده نمیشود یا کار کرده نمیشود. بر که هر یک معلمه فهمیدن در کار. فقط از دوشنبه دور وادی های میگم، طلبه های میگه 10 سوم بیار، 3 سوم بیار، 2 سوم بیار. با خدا من خودم وادی قشلاق در کلانشتک، من وادی سور میشم برای که بسیار میبینم عذاب میکشن. بعد میگن که معلم پول میپرسن، میپرسن نکش رویتی ای طرف دیده بیام هم صداتون کنده شده میگوید. باور کنید از غریبی مویم غریبی دایم چند سال شد، 23 سال شد. معارف تاجیکستان نمیکند، معارف تاجیکستان دوزد نمیتید یگان کس ده که ایمیگرانت بچه‌اش در غریبی ای فقط آدمایی که در بالا میشینن، مینیستر و پرزیدنت و دپوتات فقط فرزندای هوای میخوانن. اینا فکر میکنن که آینده تاجیکستان تا آخر هم خیر رود. همش دوزند، همش تا آخر دوزند. بله. برای معلم معاش خوب نمیدهند، مجبور میشن از طلبه. باور کنه از معارف دوشنبه با مکتب پراورکا میبیان، باور کنه پول ندارن، 300 400 سوم برای تشکیل میکنه. از کجا این پول میاد معلم و معلمه؟ از کجا؟
دایرکتور مجبور میکند دایرکتور مجبور میکنه معلمای که یوبین کنین اگر نکنن دایرکتور از کار خالی میکنه با یک تای دیگه حالا عذابای به حد تشکر زیاد عذاب برادر عزیز. حالا همینجا بسیار نفرها به من می نویسند که چرا شما از همه ناحیه ها تنقید میکنید، شکایت میکنید، برنامه میکنید و از خود ناحیه اشت نمیکنید. از یک جهت همون شکایتشون هم درست است. هم توف کنی میگن بر روی خودت برمیگردد. ما یک دو سه روزه آخر روزنامه‌نگار دلیر امام علی به ناحیه اشت رفته بود به زادگاه ما، حتی به جماعت پانغاز که من در آنجا تولد شدم، پدر و مادرم از آنجا است، زادگاه هم است، دلیر امام علی دیدن کردن. وقتی که به یک مکتب می روند خوانندگان میگویند که حزم را ما خودمان میبریم. حتی بیچاره معلم روی خط ترتیب داده است که ها حزم آوردگی با خودش که ها نیست. باید همین را تماشا کنیم با هم. به نهایت یک عجیب است. کی اومد؟ خب این متاسفانه با این هزومو گرم میکنه. این هزومو را خودتون میبیاره؟ کی میبیاره این هزومو را؟ از کجا میبیاره؟ معلمو میگن میبیاره خودتون میبیاره؟ اینجا روی خط نوشتگی می؟ کی آورد پیلوس ها؟ موسی ریحانه آسیا یاسین خدیجه این روز نوبتی کی؟ سفینه آوردگی ها؟ نه آورد است. امروز میبره. این از کی موندگی این هزوم؟ اینا پیش شکسته آوردگی. کوبور نداره؟ نه نداره. نه این صنف در کومور نیست؟ نه. شما کجا با دارید؟ کومور خودتون میرید که از مکتب میتونید؟ از خودتون میبرید. از خودتون میبرید؟ مکتب نمیتونید؟ از خونه. یعنی کومور هزوم همش خودتون میبرید؟ من روزنامه‌نگار ژورنالیست کی آینده ژورنالیست شدن میخواد؟ اون کس میشه ژورنالیست. تو ژورنالیست میشی برای چی؟ خب طبق اطلاعی که ما پیدا کردیم این هزوم خونه دو شما و اینم در هوای کشور این هزوم هست، ولی که کومور ندیدم، من فقط هزوم دیدم. ولی بچه گفتن که ما از خونه هزوم میبریم. بچه از خونه هزوم یگون اینجا میگیریم. اینجا کم یگون وقت میگیره از اینجا. لیکن اخی برای یک ماه نمیرسد این هزومی که ما اینجا دیده سوال ذخیره. این گویا برای چیز گذاشته شد همتون. این آب کتی دستش میشود. و کنی آبی نبودگی که چی میشود؟ این هم مکتب از دیار ما از جماعت پانغاز است. روزنامه‌نگار دلیر امام علی آنجا رفتن ثبت کردن. از ایشان معذرت میخوایم که از مطلبشان استفاده کردیم. به هر حال به شما تشکر میکنیم. ببینید در صنف خانه روی خط ترتیب دادن، روی خط همه رو نوشتن کی هزیم بیارد پیلیس، کی هزیم نبیارد مینیس. همین شرمندگی رو به کجا میبریم؟ حالا یک سال گذشته بود به فکرم تپک را در یک جوالی سیتکگی جمع کردن. دو طلبه سر لباس مکتبی پوشتگی تپک گرفته برده ایستادند. خواننده در صنف خانه باید بوی عطر مشک کند، سر لباسش تازه و آزاده باشد. در اونجا با لباس تازه و آزاده درس خواندن و تازه و آزاده خسته رفتن را بیاموزید. چخیل میشدم
چی خیلی هستیم در پشت مکتب در هیزم خونه همه هیزمی با یک مکتب جمع کردگیتان یک ماشین هیزم نمی شود شاید به 10-12 روز یک مکتب نرسد شما خوانندگان را مجبور میکنید که به همون لباس مکتبیش به مکتب هیزم پشتوره کرده بیارد شما چیکار میکنید از این بچه ها بابای هیزم کش ساختنین یا مهندس و آموزگار و تکنیک و دیگه پیشبرنده ملت از این بچه ها شما کی ساختنین تپکشان کی ساختنین از این بچه ها آیا فکر نمیکنید که بچه‌ای که به مکتب هیزم پشتوره کرده میرود در معاینه سرش تاثیر میکنه تپک کشانده کرده میرود تپک کشانده میرود در اصل 21 در معاینه سرش عقب افتادگی عقب رفتگی تاثیر میکنه حالا این بچه‌ای که از مومن آباد گپ زد گفت که از مالیه پول میگذرانند اگر دعوای این بچه درست باشد از روی قانون کنی وای پول کجا کردین این پول را حالا تماشابینان عزیز این در جایی است که اکثریت کوچه و پس کوچه هایش را مردم با دست خودش با مبلغ خودش اسفالت کردگی است اسفالت پوش کردگی است در یک کوچه یک کاغذ نمیابید حالا به همین شبکه کانال یوتیوبی روزنامه‌نگار دلیر امام علی وارد شوید به ناحیه اشرفتگیشون در کوچه یک کاغذ نمیابید مردم سحر میخیزد که اطراف دری خودش رو میروبد آب میشپد میروبد تازه میکند یک کاغذ نمیابید در کوچه ها مردم اطراف خودش را درست میکند اما جایهایی که مسجدها آباد جایی که مردم باوری دارد که در آنجا پول دزدیده نمیشود پول غارت نمیشود مردم جانش را فدا میکند و احوال جماعت را بینید همین چخیلی که در مومن آباد گفته ایستادن پول جدا شدگی است انشالله میشود در ناحیه اشت در جماعت دهات پانغاز هم همین گپ پول جدا شدگی است به قریبی سر میکنیم هر کجا رفتید همین گپ را میگم پول جدا شدگی است سر میکنیم پول جدا شدگی است سر میکنیم کی در زکسخانه جماعت پانغاز سکمیکه های همون دوره سیوز بود که حاضر در کوچه ها میبینید در کوچه های هم نیست از کوچه های هم برداشتگی هستن در زکسخانه همین ها ایستاده است یک بار در آمده بینید حالا من کوتاه اینجا گرفتم چون که از این دلیر امام علی از این روزنامه‌نگار ما اجازه نگرفته بودیم خواهش میکنم وارد شده ببینید درباره ناحیه یک دو چی کردگی است ویدیو کردگی است جماعت در رئیس جماعت از چی میگن او تونیکرات اتسینکوفکا میگن چی میگن از همین ساخته شده زدگی است به در نه نام دارد نه فامیل دارد فرشی همون دهلیزی جماعت کایها رنگ شدگی نیست ریخته خور رفته است نمیخیل از شر مردم رئیس جماعت اکی بختیار ما را تنقید کرد ما را گپ زده میتونید از عثمان دهانتان برده کامره راست کند ضد شوکت محمد گپ زده میتونید این افعال ببینید این ویکولی چاتلو ببینید از مینیمم 40 سال شده که این ویکولی چاتلو باید از با اینو ببینید نپرس که وطن برای تو چی کرده است بپرس که تو برای وطن چی کردی شما چی کار میکنید در اونجا اگر نپرسیم برای چی اون کابینت برای چی است به شما قبولگاه مردم 6 تا از خونه که مرده حالا اینجا عجایبش همین است که همه گریخته برفتگی روزنامه‌نگار میبیاد گفته در واقع قلف زده گریخته برفتگی این کمپرکای بیچاره در خنک سرما پایده ایستادن از روزنامه‌نگار رئیس جماعت گریخته برفتگی انیقش اینا میگریزن میروند مکتب رفت که مکتب هم دیدید یگان آموزگار نداشت وقتی که دلیری امام علی اونجا رفته در اومد هیچ کس نبود
برادر عبدالله ببخشید، حالا به شما یک گفتنی هم رو بگویم، به شما انشالله نباید رو میدیم، ببخشید. بوغالتر چی میگه بدونید؟ همین بوغالتری که پیشوا نه همین بوغالتر چی میگه؟ صداش من روزنامه‌نگار از دوشنبه اومدم مهمونی شما و من می‌خواستم بگم رئیس معاون اون تشیابم در ساعت کاری در روز کاری هیچ کس نیست. روز کاری هم می‌دانه بود. مکتب 36 انده مجلس از نوحه برآمده مسئله یعنی پیام هم به مجلس تو مکتب 36 انده اومده هم میگفتی رفته میگه این مردمی که پشت در بیچاره میگه 5 روز شد رئیس نیافتم. 5 روز؟ میگه روز میگه دو خیرو 5 روز از زمین. این خودش یک بار همجا میگم میکنه. اوچرا داشتم گشتن 5 این کابینت خودی قگر مردم دا بیرو خونو از یا لحظه دست او به هزی پیزی هیچ نمیتیه ا کجای نگاره مو میخریم تو خونه میوریم وو خودتون کابینت حساب خودتون گرم میکنید مو کدوم میخریم انا سمعت بلد يا مو مو ما چیز نیست شما گالتر کار میکنید ولی یه بار بس من مدیر فریاد کنم میگه 5 روز ما رئیس نمیبیام اینجا همین خونه که من برده 6 است کامپرک میگه 5 روز شده است همین پشت درش میبیام همین دری اتسینکوفکاش محکم دویم رئیس کجا رفتگی تجزیه رفتگی از خونه رفتگی رئیس کجا رفتگی مرده دفن کنی رفتگی رئیس کجا رفتگی مجلس رفتگی مکتب رفتگی رئیس نیست در چیش اگه بختیار سلامت باشه تو افعالتون ببینید بوغالترتون به هیزی میفته دوده نمیتونه یک رئیسی جماعت در تگی بینیش بوغالترش از خونش هیزی آورده گرم میشود حالا این رو دراز دوام نمیدیم معاون رئیس در داخل کابینتش با پالتوی همین خیلی وای شت است همین خیلی پالتوی پیچونده شت است میشود در نقشه گرفته شده است حالا سر میکنند به قریبی هر کجا روید همین گپ است حالا از مومن آباد تا به همین ناحیه 8 دوردستترین ناحیه در تاجیکستان همین ناحیه 8 است بعد از ناحیه 8 علاقه ازبکستان همه جا گپ یک خیل به نزدیکی میشود به نقشه گرفته شده است به نوبت او بالاتون به گشته مرده روید بد میشود اون مکتب ها خاکاش ریخته خورفته است دیدید مسجد ها آباد است اگر مردم باورش به دست بیارید همین مردم همین مکتب رو هم آباد کرده میداد مگر نداده ایستاده است مگر نکرده ایستاده است جماعت بینی مسجد بین مسجد رو مردم کرده است جماعت در دست حکومت یعنی در همین دو پله ترازو احوال حکومت و احوال یعنی طلبات مردم به نمایش گذاشته شده است احوال حکومت همین نمودی کابینه داری اداره داری جماعت است و او حتما در اومده بینید مسجد ها چه خیلی است بیمارخانه رو مردم ساختگی است یگان حکومت دار نه دومولا عبدالرحیم پانغازی کوچه ها را اسفالت کردگی است به رهبریش برای چی برای اینکه با او صاحب کاران باور کردگی هستند فهمیدگی هستند که دومولا عبدالرحیم پانغازی الله رحمتش کند پول مردم را نمیخورد نمیدزدید اگر به شما هم مردم باور کند که پول مردم را نمیخورید نمیدزدید به شما هم باور میکرد جماعتتون آباد میشد کابینت هایتون آباد میشد در اتاقهای گرم نشستید حالا ببینید این دزدها ظریف میردادا رئیس حکومت ناحیه 8 به ما مردم به دلیل غاش نویست کاندیسنرهای به بالنیسه چسب برده به بالنیسه به بیمارخانه نو برده چسبوندگی مردم پوشتگی را کنده گرفته برفت است ظریف میردادا اتاپلینی کردگی را این مسجد رو کنده برده به پلیکلینیکا چسبونده است که پیشوایش میل اومده است این نیرنگت شمال خورد ظریف خبرها به ما اومده رسیدگی است به دلیل خودش به اثبات خودش کاندیسنرها را برده جوش به مان او کاندیسنرها با پول دادات خریدگی نبود و مردم برق جبین در سرمای زمستان کار کرده خونه خورده لوی کشانده کار کرده فرستوندگی است و پول ها را به مولا عبدالرحیم باور کرده اوی دزد غارتگر و مکتب ها را افعالش را ببین یک کوچه های اسفالت کنند مردم میروی در اونجا شیشته میگیری
دسترخونه پیشت تونیک میکنن، تو چای خورده میشینی، اونجا مردم اسفالت میکنن، گویا که تو اسفالت رو از پول بابایت تو کرده ایستاده ای. تا آخرین پاسکوچه های جماعت پانغاز در ناحیه اشت اسفالت شده است از حساب خودش مردم. اکنون خوجان اشت رو یک بار ببینید، راهش رو چخیل تو خوجان اشت رو بکن، اونجا مردم نیست، اونجا حقی تو است، اونجا رو بکن یک بار ببینیم در ترازو چند قدر برکشیده میشوی، اونجا معلوم میشوی. در همون صحرای اشت رفت، در صحرای پانغاز، در صحرای خوجان بلاق رفته شین، اسفالت کن بعد بینیم تو رو. چند سال باز وعده میدید، وای سال میشود، اوسونگی سال میشود، سال آینده میشود گفته. 30 سال باز مردم احمق کردگی هستید. از زمان شوروی تا به همین روز 100 کیلومتر رو مردم در همین چقورو تقر زده میرود. 100 کیلومتر پولی راه رو میگیری، اندازی ماشین رو میگیری، کجا میبری که اون مردم در این راه ویرانه راه میگردن؟ حالا موضوع رو به دیگر سو نبریم، در این باره باز گفته میگذاریم انشاءالله. مکتب افعالش رو ببین، شرم دار. هر جایی که مردم فعال است، به وکیلش باور میکند، به رئیس محلهش باور میکند، اونجا آباد شده ایستاده است. هر جای شما میرید دخالت میکنید، هر جای میرید شما سر میخلید، اونجا ویران شده ایستاده است. هر جایی که شما هستید، ایزی پای شما، قدم جای شما هست، ویران است، ولنگار است. صاحب کار بودن میرن، پول جمع کرده ایستادیم. همین حکومت دارها مغازه داشتم، چیکار کردن در کار؟ چی میگم؟ امفی‌تئاتر ساخته ایستادیم، پول جمع کردن در کار. دام کلتور ساخته ایستادیم، پول جمع کردن در کار. یگان تین همین حکومت به یگان جزو صرف کردگی نیست، فقط گداگی کار، گداگی. پولی که از بودجه برای آبادانی جدا میشود به کیسه میزنند، بعد از مردم جمع میکنن، مجبورن از مردم به گداگی جمع کرده سازند. گفتی به مغازات چند چی رو میفرستونند، از پروکراتور میبیاید، تا از دیزبیورا میبیورد، دیزبیورا فیس چی میزنن. یک روز آمده است من در مغازم یگان پروداکت نمیفروشم، یگان غذا نمیفروشم، اینجا تو چی میگوید وای جای دستشویی نداری، از دیزبیورا آمده است، هیچ بهانه نیافت، جای دستشویی نداری. جای دستشویی در مغازه‌ای که غذا نمیفروشد چی لزوم است؟ در اونجا من آشخانه نداشته باشم؟ کتاب میفروختن، گفتن این کتاب‌هایش در داخلش ویروس دارد. چی بود؟ وی سانیتری آمد، از سان اپیدستانس آمدن نماینده ها با پروکراتور، با نماینده حکومت کتاب‌هایم را برداشته رفتن، کتاب‌های فروشی را، کتاب‌هایی که برای خوانندگان آوردگی بودیم، برای دوری رفته از خوجان خریده نبیارن، از ما بگیرن دورشون نزدیک شود، هم ما فایده گیریم هم خوانندگان عذاب نکشن. اینها کتاب ها را برداشته بردن. برای چی؟ برای اینکه ما نگفتیم به پول نمیدیم، گفتیم ناحق پول نمیدیم، من بکشد پول نمیدیم. بردن کتاب هایم را در سانیپسانس وقتی که رفتم گفتن ما اسباب سنجش ویروسی را نداریم، حقانی ما همین در همین باره در رادیو آزادی هست، ببینید رادیو آزادی در این باره خبر نشر کرده بود، در همین باره که کتاب های ما گرفته بودن، گفتن ما در اینجا اسباب نداریم، اما پدازرینی هست که در اونجا ویروس هست. بردن در خوجان هم در دوشنبه هم نبوده است، به تاشکند گسیل کردن. همین خیلی گپ داشتند اینها، همین خیلی عذاب میدهند مردم را اینها. بعد ما را چی مجبور کرده است که تاجیکستان را ترک کنیم؟ فشار 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 فشار. بفرمایید عبدالله برادر. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. مسئله مومن آباد بود. البته که این مسئله ربط به سیاست امروزه دولت تاجیکستان دارد، برای آنکه خود دولت تاجیکستان یک بازیچه دست روسیه است. برای چی امروز در داخل تاجیکستان این گونه معارف یا که مسئله علم خیلی پایان رفته است. برای آنکه در دنیا اگر کلا نگاه کنید
کارگران دوم درجه یا سوم درجه نمیرسد. میفهمید؟ کارگرهایی که انسانهایی که علمی بگوییم که دکتری یا که علمهای پروفسوری انژینری ندارن، این نفرها نه، بلکه انسانهایی که کار سیاه میکنن و در خواجگی قشلاق کار میکنن، این گونه نفرها نمیرسند. و در خود روسیه من نگاه کردم، نظر کردم در مسئله های خواجگی قشلاق و ساختمان و غیره. نگاه کنید که در سال 2020 در خواجگی قشلاق در روسیه 25500 نفر نمیرسید. امروز در سال 2021 سال 2022 بود است 39053 نفر نمیرسد. تقریبا که نگاه کنید که 15000 نفر به کار سیاه خواجگی قشلاق امروز نمیرسد. البته که به همه نفرهایی که منطقه روسیه رو می‌آموزند، منطقه روسیه روز از روز انسان‌هایی که شهروندی روسیه دارند یا که روس تبار هستند، اونها به دولت‌هایی که در حقیقت در مسئله روس خیلی پیش رفتند به اونجا هجرت میکنند و اون جایها قشلاق‌ها گویم یا که شهرهای میده آهسته آهسته نابود شده ایستاده است. من تقریبا 10 سال پیش 10 سال هم نه 8 سال پیش یک آمار روسی را خوانده بودم که در اونجا ذکر کردن که در طول 10 سال حکمرانی پوتین 15000 قشلاق‌ها نابود شدند. میفهمید که البته که نابود شدن خود خلق هم هست. بسیار که مردمی روس از 2 نفر یک فرزند تولد می شود، آهسته میبینید که از 4 نفر 2 نفر، از 2 نفر 1 نفر تولد می شود. آهسته آهسته این ملت هایی که ربط و علاقه به دین ندارند، اینها را یک چیز وادار نمی کند که فرزنداشان زیاد شود. مسئله ریسک از پروردگار در این چیزها که ایمان ندارند، اونها کفایه با یک فرزند میکنند و این چیز به نابودی این ملت آورده ایستاده است. و سببی که در مومن آباد این گونه است، بلکه در کلی منطقه های تاجیکستان همین گونه است. برای آنکه این فرمان من میگم که از روسیه باشد که باید که مردم تاجیک علمی دنیوی گوییم میشود که علمی دنیوی یا که یک علمی بلند نداشته باشند که وقتی که انسان دکتر میشود، پروفسور میشود یا یک چی گوییم که در یک ساحه یک پروفسور به زبان تاجیکی متخصص شود، البته که این نفر به دیگر دولت هایی که در حقیقت اقتصادشون رشد کرده است به اونجا سفر میکند، به روسیه سفر نمیکند. از برای همین نگاه کنید که امروز ما مومن آباد را صحبت داریم. 11 ینور در شهر دوشنبه همون چیز در سامانه رادیو آزادی دیدم، گیمنازیوم رقم 4 3 صنف طلبه هایی که نورس هستند، یکم دوم صنف باشند، ممکن که کودک های میده بودند، اونها را 3 صنف را در یک صنف چی کردن؟ جمع کردن و یک معلم درس میده. و این بدبختی که هست که امروز مینیستری همون چی است ابرازوانی یا که مینیستری همون تعلیم تاجیکستان همون امامزاده است، همین خیلی بله. اگر خطا نکنم محمد یوسف امامزاده میگوید که 800 سامانی معلم های نو جوان 800 سامانی آیلیکشان هست، همون مزد مهنتشان، و اونهایی که تجربه زیاد دارن به نظر 2500 سامانی پروفسورها کاندیدات نوک ممکن همون نفرهایی که خیلی نصف عمرشان در تعلیم گذشته است، این نفرها 2500 سامانی میگیرند. بله. و این نفر میگوید که 3000 نفر معلم امروز در تاجیکستان نمیرسند. میفهمید؟ 3000 معلم نمیرسند و در قشلاق ها و مکتب ها نمیرسند. لیکن میبینیم که در دوشنبه و غیر منطقه ها مغازه ها، کلوب ها، خانه های بلند آشانه قصر پرزیدنت و غیر چیزها ساخته شده ایستاده است. او قصر و اون دیسکتیک و غیره بسک هم در کار نیست. به انسان عقلش سالم اون چیزها در کار نیست. برای اون که اگر که خواهد که نفری که در حقیقت ملت دوست باشد،
در حقیقت همین مردمش رو به مردمش محبت داشته باشد، او یکم که غم مردم رو میخورد. برای اون که به علمی به نابود کردن مردم میبرد، به غلامی مردم میبرد. از برای همین من یکی که از سازشنامه های سال 2018 با ازبکستان رحمانوف کرده بود، نظر کنید که در قشلاق های تاجیکستان مکتب ها نیست. رحمانوف امضا میکند این سازشنامه را با ازبکستان، میگه که در سمرقند ما از بودجه دولتی تاجیکستان برای 640 نفر خواننده مکتب میسازیم، حالا اینکه بودجه کشور ازبکستان از تاجیکستان چند برابر زیاد است. این چرا نشان میدهد که سیاستمداران تاجیکستان این یک انسان‌های بدبخت هستند که نه از سیاست بوی دارند، نه محبت به ملت و به دین دارند و آن چیزی که امروز سیاستی که آنها پیش کرده اند نابود کردنی کلا مردم تاجیکستان، مردمی از طبقه های پایان، مردمی عادی تاجیکستان، عالم های تاجیکستان، دیندارهای تاجیکستان را کلا نابود کردن میخواهد. این سیاست یکمین و مردم عادی را به غلام تبدیل دادن را میخواهد. انشاءالله من امید دارم که مردم جسور ما البته که از فرزندان خودشان را دستگیری میکنند که فرزندانشان به این بازی های حکومت فریفته نشود، از علم بسیارتر آموزند، بسیارتر از سیاست دولت، از حقوق خود که الله سبحانه و تعالی اونها را آزاد آفریده است باید که چیکار کنند؟ دفاع کنند. و بسیارتر هر نفری که بسیار همون اوانگارد است، دیگر هست همون بدبختایی که میبرند پدر و مادرشان یا که پدرشان یا مادرشان در روسیه هستند، مهنت میکنند، پول رای میکنند، اونها از مزد زحمت پدرشان میخوانند. او ظلمی که به بالای پدرشان یا که مادرشان آورده است رحمانوف بدبخت، او را ظلمش رو نمیبینند بلکه چیکار میکنند؟ حمایه رحمانوف میکنند. از برای همین اون نفرایی که در روسیه هستند با اونها مراجعت میکنم که فرزنداتان را نه اینکه یک غلام تربیه کنید، وقتی که سوم میفرستید برای فرزندتان گویید که فرزندم تو صاحب عقل است، خداوند عقل داده است. آن چیزی که در مرد باید باشد، این مرد همه وقت سوی عدالت حرکت کند. باید که مرد جسور باشد. همه وقت یک معمایی که آمد باید که بالای معما چیکار کند؟ تحقیقات گذراند. درست است یا نادرست است. و هر نفری که امروز کرونا با از کفای این بدبختایی که امروز بالای مردم چی میکنند؟ ظلم میکنند، اگر که رود این نفر در این دنیا هم شرمنده خواهد شد و در قیامت هم شرمنده خواهد شد. همین مسئله ها را من گفتنی بودم. بخشش که اگر که بلند گپ زده باشم، بعضی نفران می نویسند که شما بلند گپ میزنید. البته طبیعت من همین خیلی است که بلند گپ میزنم. بخشش از همون نفران. سلامت باشین. الله شما راضی باشد برادر عزیز. نفری بعدی رو میشنویم. الو. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. چطوری برادر؟ سلامتتون خوبه؟ کاربارتون خوبه؟ گپ زنید برادر. آقای شوکت اگر ممکن باشد یک دقیقه همین در این باره فکر خیال خودمون گپ زنیم. رنگ این برادر بهت خوب میشه. همین منبر شماست، بفرمایید. بله برادر، شما حاضر در مسئله هم مکتب نشان داده گپ زدین، بسیار بعد دور و درازش گرفتین، بسیار تنقید زیاد میکنین. ما برادر عزیز یک چیز شما را گفتنی هستیم که در همان مسکو میروی، از مسکو 20 کیلومتر میبروی، یگان قشلاق آباد نیست، 4-5 قشلاقش تا 10-15-20 کیلومتر مثال طلبا پیاده میرن مکتب میخونن. هم خیلی مکتبا وجود دارن، از این هم بعد وجود دارد. این خیلی کمبودجا در همه دنیا دیده میشه. اینا یک باره هیچ جوره همه این کمبودجا نابود کردن نمیشه و یک باره برادر. شما برادر جانم میگیرین از همون غرضی که دارین همین چیزا را استفاده میبرین، چنان تنقید میکنین که میگن هم دنیا کلید باشد. من نمیفهمم که چی اینقدر غرض شما دارید، چی اینقدر مردم
شما غشمگین و گمراه میکنید. هستن شخصانی بی سواده که گپای شما رو باور میکنن، مردم جنگ میاندازن. از همین کارا شما چی فایده میگیرید؟ من نمیفهمم. تمام کردید برادر عزیز. از غرض بدتون نمیدونه که چی بگه. با سوالتون جواب بدم برادر. بله میتونیم در روز بعدش نگیرید صحبت کنیم. بزنم شما گپ ما رو نبرید. من گپ شما رو نبریدم. تمام. گوش کنید. شرایط روسیه از تاجیکستان فرق میکند. در سال 2010 یا 2011 بود اگر خطا نکنم، جایی که بچه های ما، ساختمانچی های ما در یک دهه دوردست در روسیه در ولایت سویرلوفسک کار میکردن. اونجا من رفته بودم برادر عزیز، کار کرده بودم مدت چند روز با آنها، با همراهی آنها. برادر عزیز به همون دهه ماشین نمی رود، در مابین بطلاقزار است. فقط مردم میتواند در یک روز یک مرتبه با پاییز به شهر آماده گشته رود، یگان چیزش رو خریده. مکتبش ویرانه نبود، مکتبش به درجه عالی بود تعمیرش. چیزی دیگر برادر عزیز، در بعضی از منطقه های روسیه مسئله نورسایی اهالی به مشاهده میرسد و وقتی که مکتب وجود دارد اهالی همش یا جوانها به شهرها کوچیده رفتگی هستند، در شهرها کار میکنند و قشلاق جایها حاضر برادر اشاره کرد 15,000 دهه از دست رفته است. تمام نگرانی در روسیه از مسئله همین مسائل دهات بسیار بد است. درست میگید. این سبب از چی است برادر عزیز؟ از روسیه از تاجیکستان فرقش چی است؟ نگاه کنید. اگر در یک عائله 5 نفر زندگی کنند، مثلا گریم یک زن یک شوهر 3 فرزند داشته باشد، برای جمعیت 1 نفر میموند. فهمیده شدید برادر عزیز؟ پدر مادر میمیرد میرود. اگر 3 نفر باشند، این 2 نفرش به جای پدر و مادرش جوش میگیرد، 1 نفر زیاد میشه. از 5 نفر یک عائله 5 نفره، یک عائله 5 نفر باشد، 5 نفر وجود داشته باشد، 1 نفر در جمعیت زیاد میشد برادر عزیز. مشکلی روسیه این است. انا برای همین بعضی مکتب‌هایش خالی میموند. در یک عائله روسیه 1 نفر یا 2 نفر فرزند دارند، از این زیاد ندارند. یعنی اگر یک زن و شوهر 2 نفر فرزند داشته باشند، از خودشان هیچ تخم نمیمونند برای جمعیت. یعنی برای نفوذ اهالی هیچ سهم نمیگذارند و یعنی برای نابودی اهالی این سهم میگذارند. آنها اقلا 3 نفر فرزند داشته باشد یک عائله، 1 نفر برای نفوذ عائله میموند، 2 نفرش از پای پدر و مادرش میشود. انا برای همین این مشکلی در روسیه است، نه این مشکلی در تاجیکستان که برادر گفته شده است در 3 پرته 13 نفر میخونه. این مشکل را از این مشکلی فرق کنید برادر عزیز. ما برادر عزیز وقتی که وارد یک پرابلم میشویم، وارد مشکلات میشویم، این به اون سبب نیست که ما عیب جویی میکنیم برادر. اگر من تنها عیب جویی میکردم، او برادر مومن بوده که ویدیو کرده به من فرستاد، گفت که همین ویدیو ببین، این آزادی خطا کرده است، این ویدیو رو اینجا نمیگذاشتم. فقط همین کمبودی که آزادی رسانه‌ای کرده است از پشت همین میشدم. برادر عزیز همین کشفهمی را و خودتان رو یک متخصص بزرگ گرفته گپ زدن و گپتان رو در ترازو مونده برنکشیده گپ زدن رو بس کنید. مقصد ما این فقط کمبودی گفتن نه، به کمبودی اشاره کردن و طلب کردن این که او کمبودی برطرف شود. کمبودی برادر عزیز این انا همین حکومت رژیم امام علی رحمان است، صد تمام پیشروی ها هست. ما میتونیم گپ بزنیم برادر عزیز. حالا همین چی خیلی که گفته شدم از یک عائله 5 نفره برای نفوذ اهالی 1 نفر زیاد میکند. اگر در یک عائله 1 زن و 1 شوهر و 2 فرزند داشته باشد، برای نفوذ اهالی هیچ فایده ندارد. در بخش اقتصاد هم همین است برادر عزیز. از بالا از 5 یک بولکش کنده شده به ببخشید یک تقسیمش از 4 و 5 یک تقسیمش 20% 25% تا به آخر اومده میرسد. حالا ما معلومات داریم که همون مبلغی که به همین مکتب مومن آباد و به مکتب رقمی به ساختمان مکتب رقمی 7 مومن آباد باید صرف میشد، الکی آب لای شده تموم شده است.
دزدیده شدگی است. باید از سر اینا مردم از مردم پول جمع کنن. اولا سرسون هستن. از مردم پول جمع کردن نتوانن استفاده کی مثل پیشتره برنامه داشتن در اینجا باید مکتب پوشن بود. این کرونا ویروس اومد دیگه از مردم خودش پول ندارد، از مردم پول جمع کردن نمیتوند، سرشان گرنگ است. پول رو آبولای کردگی هستند با همون یزنه یوسف رحمان پروکورور گنرالی تاجیکستان. برادر معلومات داریم ما. هم تو از اسمون گپ نمیزنیم. خب ما میتونیم گپ زنیم. گپ زنید کنو. برادر عزیز اولش که شما مثال او برادر عبدالله که برآمد کینایی که وای نقل کرد اینو هم ساخته و فکر کرده و پیشکی شما تیاری دیدگین. دویمش این که برادر عزیز یگان فرق ندارد. اگر در تاجیکستان این خیلی کمبودی ها دروغ نگوید. حاضر بشناخید من شما را پیروی نکردم. برادر نه اینجا هر وقتی که شما تهمت میکنید اول تهمتتون رو ثابت کنید. من با کی مصلحت کردم؟ از کجا معلومات دارید؟ این فکر شخصی منه. هر یک آدمی با عقل سالم میفهمد اینا. از تهمت کار نگیرید برادر عزیز. دروغ میگوید. گوش که برادر شما فکری خطا نگفته است. گوش که برادر عزیز اگر در تاجیکستان این خیلی کمبودی ها وجود خواهی به گپ زنیم آخی. اگر در تاجیکستان این کمبودی ها خیلی کمبودی وجود نمی داشت، اگر تاجیکستان در جامعه جهانی جای یکم یا دوم گرفته بود، این کمبودی ها در طرح در تاجیکستان در تمام مملکت دنیا یک تنیمتن خیلی کمبودی ها یافت می شود. در از ایران میبینم که محله های هست ده رو تصفید نکی هم ارنگی کلان ایده نمکشی دان تبگی نوبت تومت بگب میزنی برادری عزیز. نه که شما میگه که ما برای فایده مردم گپ میزنیم. شما برای فایده مردم نه، شما از روی غرض خطان سیاه کردن مثال راهبرهای دولت ما را علل خصوص جناب عالی میگن که مردم به عقل نیستن ندانن. شما حاضر میگید که پولهای مکتب گرفته خوردن. گپ زن کی گرفت خورد، کی چند سوم، دلیل تا بیار کنی. بیار دلیل تا فکت دلیل. تو نامش گفتم. بگو فکت دلیل چند سوم کی گرفت، در کجا گرفت، چه خیل گرفت. بیار دلیل تا. از هوا گپ زدن آسانه. زبان یک چیزی بی‌سوانه. برادر عزیز گوش کنید. من اگر در پهلویش می بودم برادر عزیز همه این چیز رو به شما میگفتم. این نه انا چی نمیدونی از پیش خودت میگوی. صبر کنید برادر. انا همین طرز دوزیش امام علی رحمت الله نمیدونم. در تاجیکستان دوزی نمیشود. در همین مسئله گذشتن های مکتب ساختمان ها دوزی نمیشود. تو گفتی که میدونم برادر عزیز. تو گفتی میدونم. حاضر گفتی که میدونم. ولی دوزدیده شدن دلیل تا بیار. از عثمان گپ نمیزنند. دلیل تا بیار. اگر کدام چیسلک کی چند سوم گذرانده کی گرفته است. برادر عزیز این گپ به پروکورور این چیزه از پروکورور طلب میکنید. من پروکورور نیستم. این چیزه آخه تو دروغ نگو نباشد آخه. در گپ دلیل بیار. برادر من دعواگر هستم. شما از پروکورور طلب کنید این رو ثابت کنید. تو دعواگر شدی باید دروغ بگویی. گفتی که میدونم. تو میدونی گفتی که میدونم. دعواگر هستم که پول ملت دزدیده شدگی است. من دعواگر هستم. آقا شوکت تو گفتی که من میدونم. گفتی دروغ نگوی نباشد. مردم فریب نکن. برادر من دعواگر هستم که پول ملت هم دزدیده شده است. پول مردم هم دزدیده شده است. پول بودجه کشورم دزدیده شده است. من دعواگر هستم. تو به پروکورور مراجعت کن که این را ثابت کند. دعوای مرا ثابت کند. اگر یوسف رحمان با یزنش پول را ندزدیده است ثابت کند. خودش را سفید کند بر علیه دعوای من. به من مردم نوشته است. دلیل من کی است؟ ملتم است. مردمم است. به من مردمم نوشته است. گفته است که پول را دزدیده است. حتی یوسف رحمان یزنش نامش نوشته است. خود من در مومن آباد در عمرم نبودم برادر عزیز. خود من شما میگم یزنه یوسف رحمان رئیس محله غلام آباد است. شری پخسه لقب هم داشته است و پول مکتبی نوی که باید میساختن حل و ول شدگی است. نوشتگی است برادر عزیز. من در ناحیه مومن آباد در عمرم نبودم. از ناحیه مومن آباد به من نوشتگی هستم. خب برای چی نگفته که نویسنده است؟ میگوین مالش رو یک کسی گپ میگوید هستند. من میگویم برای چی؟ برای اون که از شخصیت این نفر از این زیاد گپ شود آگاه میشوند مقامات. برادر شوکت شما یک آدم با عقل شما را
شما یک آدم کلانسال این مردک در تگ بینیشون است. من فرقش چی در کجا هست؟ افشا می شود. بعضی از مشکل هست برادر عزیز. برای چی شماها اینجا چند مشکلی داریم ما، وگرنه گپ رو میگفتیم فکت دلیل چسنه چیسته میگوید، از این شما خلاصه میبرید این گپ از کجا رفته است، بعد بسری او 100 بلا رو میبرید. انا برای همین اینجا ما این بعضی مسئله ها رو گفته نمیتونیم، وگرنه دلیل وجود دارد اینجا. شما یک آدم یک چیز که گفت همون دلیل میشد برای شما. شما گفته که شخصا شما میدونید. صبر کنید، من گفته ایستادم که بعضی چیزها وجود دارن که تمام فکتش هست. آخی بعضی شما اون طرف انا همین مسئله همون جماعت حاضر گفته که شخصا تو میدونی. حالا صبر کنید برادر. انا همین نگاه کنید، یک از زمین یک از آسمان حرف نزنید، خواهش میکنم. وقتی که شما گفتید که 1 تا نیم تا این خیلی کمبودی میشود، اگر این خیلی کمبودی نمیشد تاجیکستان رقم یک جهان میشد برادر. بله تاجیکستان را با کشورهای ابرقدرت ما برابر کرده نیستیم، با کشورهای پیشرفته برابر کرده نیستیم. بیایید همین وضعیت معارف تاجیکستان را با کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل یک بار بسنجیم، ردبندی کنیم از همه عاقل. نه اکا شوکت از کدام کشور معارف وضعیت معارف تاجیکستان از کدام کشورهای اتحادیه اکا شوکت التماس صحبت کردن یاد گیری کمتر بسی با ما گپ زنیم. آخه گوش که برادر، مسئله دیگر طرف نبرهاز شما گفته که شخصا شما میدونید که همین پول کی دزدید کی بود. برادر در این سوالات جواب دادم، به این مسئله دیگه بر نگرد. ندادی جواب. روت سیاه نکن کلش. گفت کلش شیطان روت سیاه نکن شیطان. کش از کبود بگیریش پویم فرود به تمام. برادر به این سوالات جواب گرفتی. اونجا چند مسئله ها هست که شخصیتش افشا نمیکنیم. خودت را بکش بیاویز، افشا نمیکنیم چون که ما وعده دادگی هستیم به نفرانی که به ما معلومات میفرستن، شخصیت آنها افشا نمیشود و ما طرز مسئله گذاری میکنیم که از روی گپ ما کسی که به ما معلومات فرستاده است افشا نشود. خودت بکش بیاویز، مرا مجبور کرده نمیتونی یا مرا زودید کرده نمیتونی که در این باره من معلومات بدهم. و همین گنرال خود هم حرکت کرده دیگه است، نمیتواند. برای چی؟ برای که ما کفالت دادگی هستیم که معلوماتی که به ما آمده رسیدگی است به هیچ وجه شخصیتش معلوم کرده نمیشود. تمام. این همین قدر جواب. این تو را قانع میکند، این گپ تو را قانع نمیکنه، این کار تو است. من اینجا در کوششی تو را قانع کردن نیستم. چیز دیگر تو گفتی که اگر همین 1 تا نیم تا کمبودی نباشد تاجیکستان رقم 1 جهان میشد. رقم 1 جهان کجا برادر؟ تو یک بار وضعیت معارف تاجیکستان رو در سطح آسیای مرکزی یا در سطح اتحادیه دولت‌های مستقل بگو که از کدام کشورها وضعیت معارف جمهوری تاجیکستان از کدام کشور اتحادیه دولت‌های مستقل در پیش است. افسانه نگو. درباره مکتب‌های روسیه گپ زدی، سوالات جواب گرفت. درباره مکتب‌های مومن‌آباد گپ زدی، سوالات جواب گرفت. درباره اینکه گفتید رقم 1 تاجیکستان میشدیم، هیچ یگان دلیل نداره که اقلا از یگان کشورهای اتحادیه دولت‌های مایل جهانمان نکنه، اروپایمان، آمریکایمان، جهانمان، از همین اتحادیه دولت‌های مستقل، از سابق SSR کشورهای SSR، از کشورهای آسیای منطقه، از کدامش وضعیت معارف جمهوری تاجیکستان پیش است؟ جواب داری؟ نداری؟ هم تو از ما گپ زده ایستادیم؟ نداری برادر عزیز؟ چیکار میکنی؟ ما میگی به من چتی وقت گپ زنم، بیا گپ زن، باز چی میگویی؟ ساعت بو من شما هستم این برو بچه همینجا باشه سرتی. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. مسلم گپ زنید. شوکت جان خطی اما اونم یک صحبت کنیم اون کیمی رفت می امیدوارم خوب هستین اکو. زنده باشید. بفرمایید. زنده باشید. خدا آوازتون خسته نشود. اکی شوکت اینا
همین سلیم نویسته این خود آدم کلانساز است، این حرمت و عزت کردن هم جایز نیست. اینا عقل ندارن، اینا سوادی کافی ندارن، اینا مریضن. اکای شوکا اینا همون مریضای هستن که اینا فقط تو دلیل که همون چیز نشون میدی جای همون درست کردن و دیگه دعوت‌های پیشت به نظر میارن. اینا همون مریضای هستن که دیده و دانسته با دفاع همون ظلم میکند. امروز تاجیکستان یکم جا زندان سازی ده، تمام یابا زندان ساخته است. پول دارن زندان ده، مبلغ دارن زندان ده، لیکن مکتبای آباد کردن به یگان مبلغ نیست، بهانه است. او مرده رادی آزادی رفته سیامکه کرده است، گرفت از رای کرده است، پگشت یک چاپلوسی کم علاقه با رفته درای قلف نشان داده است. نه من اینجا طلبه خوانده است. او مردم گاو نیست که رنگ همین شما بنی گاو نیست که به عقلا به سوادا آخه همه دیده است. همون آن چیزی که عیان است حاجت به بیان نیست، همون را دیده است. جایی که همون را اسپراوید کردن و دیگه دولت میان به میبرد که من روسیه تو صدقه نام روسیه شوید، بر روسیه رسانده هم نمیتونی شما. روسیه ده پنسن مینیمالی پنسن 8000 10000 که یک نرمالی زندگیش میبرد. تاجیکستان ده 100 سامان مینیمالی پنسه دارد، 150 سامان دارد. 30 سال 50 رفته از عقل نداری همینا گپ زنی اخیر فراسات ندارم گاو بوده که در همین تعیین میشه ترا. او برادر گوش کن، من برادری تو نیستم، تو یک دایوسی به نامیسی من برادر نیستم. خوش میکنم به تاخیر گپ زنید. گوش کردم میتونی گوش کرده من گوش کنم من فکت دیده گپ زدم تو دا اینجا میتونی آدم تحقیر کرده. گوش کن مسلم دهان تا حجت خونه نه که وقتی صحبت میکنی رنگ آدم صحبت کنی. دهانی حجت خونه شما فهمیدی؟ رنگ آدم صحبت کنی. تو یک گدایی فهمیدید؟ یک گدو که روزی خطا گذرانده نمیتونی از غرض بدتا دیگران را زوی سویت میکنی پروستو میجاکی این گپا تو دا محقول میشد برای که تو یک گدایی تو روزی خطا گذرانده نمیتونی. من تو دا گارانتید میتونم. فهمیدی؟ تو من ایقا حرمت و ایقا مقبل گدا رو تکوشا یک بینیم که کی تو برادر مسلم در نظر اینها تمام مردم تاجیکستان گدا هستند، فقط اینها پولدار هستند. همین شوکت ما تمام مردم تاجیکستان را نگفتیم. سلیم برادر یکم همین رئیس جمهور رستم را برآورد رئیس شهر دوشنبه موند. اولین گپش این بود تو گشنه نیستی، شما هم پیروی دمره همون هستید. یعنی مردم شما گشنه است، فقط شما هستید سیر هستید. مردم گدا است، شما هستید که شاه هستید، پیشوا هستید. همین خیلی شما در این نیست برادر. برادر عمر 08 گپ زدید. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ده دمی خیلی در جایی در غربی یا در تاجیکستان تو در فرق چه ما در جایم؟ مرا فرق کلان داره. پروس هم پرزیدنت در جایی خدید مرا فرق کلان داره. دپوستیم در تاجیکستانم دپوستیم در روسیه. شکرانه هم رحمان تا که پیش دف شد چی میره ایقا همه را تهمت میکنی گنده میکنی مردم گدا میگی چی میگی مهاجره گدا خدیدی گدا تی فهمیدی گدا تی که گدا میکنی چاپلوسی میکنی فهمیدی. من گپ گفتم گپ هم در جواب میگم. تو جواب دادن چه در گپ جواب دادن نمیتونی تیا مالای کلان سالی گدا گوش که برادر گدا نباشی محتاج به دولت میشه، محتاج به پنسه میشه، محتاج به یک کار دیگر میشه. دولت ما دولت جوان مردم همه کشور رحمان دانم خکدگی فهمیدی بانی موضوع وادگی گوش که خدمت که رحمانوف در خلق ملت تاجیک در وطن ما کردگی یگان پادشاه در ملت کردگی نیست. ما فهمیدی؟ درست همه خیلی خدمت کردگی است که 3 میلیون منتالیته ما پسته. این همه یک قرغیز سیستم ما را احمق کرده تاجیک‌ها و مکتب های تاجیکستان خاکریز شده است. ما همین خیلی ملتیم که این هم یک قرغیز ما را جنگ میاندازه. انا میرم امام علی رحمان کرده است. بله تشکر زیاد. فهمیدی امام علی رحمان خدمت کلان کرده است. خلق میداند. سلیم باز کن بسیار گپ زدی. نکش آواز من مرد هستی که من صحبت تو آخره من هستم تو را چیره نگو خدای خون هستی چی هستی گپ زدی بس هستی که تو آخری برنامه من تو داشتن وظیفه دار هستم چی هستم تو نکش منه تو کی هستی تو خدا
وقت دادم 2 بار گپ زدی 3 بار بس از گپ بودلای گپ زن بودلای. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. هم برادرم جاسته قشه گپ زنم. گپ زنید برادر میشنوه شما رو گپ زنید نمیمونه. انم برادرم گو که اینا من آدمی ررد ملایم خب امتبیا قطعی من دیوز گپ زنه که من دهن خیاب بدوزم رم. برادر در این صحبت های ویرتوالی بیا قدیم گپ زن بیا مرد باشید جنگ ببرو نمیشود برادر عزیز. در اینجا ولوله هاتون رو مردم نمیشنوند. یک تک گپ زنید. یک بیسوادی بی عقلی گوده 30 سال که یک آدمش که یک پرزیدنت که یک جراوت که نتونست جا میگه میزنه که سگ پدنه من در همونجا کار کنم در همون دولت کار کنم پدنه تا روزم ندادن یا حرم خور یا دهیوسی یا مرزن همش ای دسته امور گرفتم بونه اینا اومدم یا دولت گریده کار کیسم زمانم کپیتان های اونه یار خرگوی یا اودام گریم ندارن سکو برادر قطش کن برادر قطش کن بیروش کن برادر خواهش میکنم هرچی در دلتون گپ هست مردک چه گپ زنید فقط تاخیر همراه نکنید خواهش میکنم هرچی در دلتون گپ هست علم هست گفتنی هستید بگویید مردک چه این میدان شماست همین منبر شماست تاخیر نکنید خواهش میکنم تاخیر رو کی میکند بدونید با حقارت کی گپ میزند بدونید همون نفری که گپ گفتنش رو عهده کرده زدن نمیتونه من امیدوارم بی تاخیر شما گپ زده میتونید من به این باور دارم میتونید بیاید بی تاخیر گپ زدن رو یاد گیرید این برنامه‌های ما رو نمایندگان کشوری دیگر هم تماشا میکنن ازبک ها تماشا میکنن قرغیز ها تماشا میکنن روس ها تماشا میکنن برادران عزیز از کشورهای دیگر تا با اروپا تماشا میکنند برای همین ما از خودمان یک حقارتگوی بددهن خودمان رو معرفی نکنیم خواهش میکنم من مجبور هستم هر نفری که با حقارت گپ میزند هرچند دوست من است برادری من است رفیق من است طرفدار من است مخلص من است من نمیتوانم رو اجازه بدم که با تاخیر صحبت کنم سلامت باشید نفری بعدی میرزیایف بله سلام علیکم آقای شوکت سلام و رحمت الله و برکاته برادر من صحبتای همتون گوش کردم بهتر است که شروع کنیم از این برادری که ابو محمد عبدالله اسمش است شما ببینید که برادر همین الان گفت که سیاستمداران تاجک نه سیاست بوی دارن نه ملت و دین دارن شما از کجا هستید؟ خب حالا چه فرق میکنه یک فارسی زبان هست حالا بیسته شما از کجا هستید؟ خب اون چه میکنی یک فارسی زبان هستیم شما دموکراسی را معتقد هستید کجا هستید؟ خب حالا هر جا باشم فارسی صحبت میکنم چه فرق شما از کجا هستید؟ از کدام منطقه تاجیکستان؟ من از تاجیکستان نیستم فارغش کنیم مردکه ما مسائل داخلی خودمون حل کرده ایستادیم گپ زده ایستادیم شخصانی که از خارج هستید خواهش میکنم به ما خلل نرسونید یک نفر از واتساپ یوتیوب رو اول خاموش کنید بعد گپ زنید نفری که از واتساپ زنگ زدید نفری که از واتساپ زنگ زدید یوتیوب رو خاموش کنید بعد گپ زنید تمام نفری بعدی محمد علی گپ زنید سلام علیکم آقای شوکت و رحمت الله و برکاته من برای همین مکتب و گفته سردی برای همینا همین مردک برام آدمولی گپ زد من یک 3 ماه شده تاجیکستان آمدگی خیلی همین مکتبای ما مکتبای خوبن که وقتی که شهروندای ما در аэропорт یا декларация را نوشته نمیتونن декларация پور کرده نمیتونن بله декларация иммиграционная پور کرده نمیتونن همونجا یک 3 خطا می چی کردگی یک آدم همین نوشته میتونه همه کسا داو میگیرن همون سون اکا الچیموس همیرا
بنویس ایتانی من بنویس ایتانی من بنویس یک جوشی 30 سال در مبین 30 سال یگان تا مکتب ماندگی نیست ای عیب نیست حوزه همین مردک برامدگی 50 ساله ای خیلی تربیه گرفتن در کورمی این همیتری چوپلوسو این همیتری حیوانو خوش میکنم به تاخیر التماس که شوکت همینا و چهره اشکور با چهره اشکور همیورا التماس ای من شنوختم میره دیگه بیگه هوای مردک این مردک بسیار مردک نیتا بیعقلی گوی بیعقلی این مردک من ایرا شنوختم ما پروست یک 3 ماه پیش که خونه اومدگی بودم همه راپورت بخدو عیبای یا خیلی اروسو میان قطعی خدمونمیس میان میبینن عیبای بچه ها 18 19 20 ساله یا خیلیش نویسته نمیتونه نومی خودش نویسته نمیتونه فامیلیا خودش نویسته نمیتونه این خیلی پیشرویه با میگن تاجیکستان با پیش مکتبا رو بین مکتبا رو این چی پارتا این چی стул این چی стол عصر 21 درست خیلی دیگه گپ ندارم شوکت خدا نگهدارتون باشه نفر بعدی چی میگن ملت بفرمایید ملت هستید ملت هستید نیستن اهل ملت بفرمایید اهل ملت هستید همین عبدالله پایین فروردگی هستیم چیزی گفتنی هستن که یک دست برداشتمون فردوس هستید فردوس عبدالله چیزی گفتنی بودید دست برداشتید برادر البته یک خارجی برنامه شد وقتی که من خارج شدم گفت که گویا که من با شما برنامه خودم رو برنامه‌ریزی کرده باشم البته که یگان به همون نفر گفتنی هستم که با یگان وقتی که من به این برنامه ها وارد میشم با یگان کس برنامه‌ریزی نمیکنم من نگاهی سیاسی خود رو دارم و آن چیزهایی که میگویم و نه که یگان علاقه بین نفرها با من هست بلکه هر چیزی که میگویم برای ملت مسلمان تاجیکستان میگویم برای آنکه بیداری ملت این آینده نسل سالم این ملت است برای آنکه وقتی که ملت که بیدار نشد نسل سالم نمیشود و از علم دنیا و از علم اسلام دور میشود برای همین من وقتی که برآمد کردم اول پیش از برآمد کردن من چیکار میکنم موضوع مانده رو نگاه میکنم و کلی در این موضوع از همون سایت های اجتماعی یا که از سایت اینترنت موادها رو جمع میکنم و حتی که این موادها در سال کدام سال امضا کرده شد یا که نفر در کدام روز و در کدام ماه این سخنها رو گفت در مسئله مینیستری همون تعلیمی ابرزوانی تاجیکستان 5 فوریه همین سال 2022 اون سخن گفت که از 800 سامان تا 2500 سامان معاش است نرسیدن 3000 معلم همین مینیستر گفت این در رسانه هست من یک سوال دارم به شما در همین باره شاید همون مردک مطمئن شود به هر حال او رو قانع کرده نمیتونیم کوشش هم نکنید و قانع نمیشود یک سوال دارم در عمرتون یگان مرتبه با واتساپ هستمی وایبر هستمی مسنجر فیسبوک هستمی تلگرام هستمی یگان بار با شوکت محمد تماس گرفتگی هستید نه من یگان بار با شما تماس نگرفتم در یگان جهت تا که در فیسبوک در رفیقی هستید من ننوشتم برای چی برای که اون نفری که من گفتم همون کبیره را گفتم که کبیره را من البته در بعض مسئله های سخن ها گفتم اون نفره لیکن دریافت نکردم لیکن با شما با دیگر نفرها من به نزدیکی صحبت هم نکردم اس ام اس هم ننوشتم بلکه من برای چی وارد شدم اکای شوکت برای چی وارد شدم برای آنکه این بدبختایی که امروز ملت به این خیل پستی آورده رساندن
با همینم کو کفایه نکردن اینو میفهمید با همینم کفایه نمیکنن وقتی که ما حقیقت میگوییم. اینا نگاه کنید در مسئله گیمنازیوم رقم 4 دوشنبه در 11 ینوری همین سال 2022 آزادی نشر کرد. این آزادی او یک سایت پدری من نیست یا که یک بابای من است خشتباری من نیست. او را نفرهایی که امروز میبینن حقیقت جو هستن حالت تاجیکستان میخواهند که فهمن میتونن که در این مسئله وارد همون سایت آزادی شوید از 11 ینوری. در مسئله صحبت مینیستری همون ابرزوانی تاجیکستان محمد یوسف امامزاده 5 فوریه این هم نشر شدگی است. درباره سازشنامه امام علی رحمان با ازبکستان برای ساختن مکتب این سال 2018 امضا شده است. مهم‌تر در مسئله ساحه های خواجگی قشلاق و غیر نارسایی همون کارگرهای دوم درجه و سوم درجه شما میتونید که در سامانه ها بنویسید که نخوت که یا که نرسیدن قوه کاری در جهان یا که در روسیه همون منطقه را مینویسید در همون جا میبراید. اون چیزهایی که ما میگوییم اسناد و دلیل دارد. اون نفرها ما از پیش خودمون افسانه نمیگیم. گفت افسانه گفت من میگویم که بتو بدبخت ما میگیم اون نفر گفت که دزدیده شده است 8 تن در 1 سال طلا میبره تاجیکستان. او طلا کجا شد؟ برای چی مکتب ها ساخته نمیشود؟ او که 8 تن طلا چند صد هزار دلار میشود اگر که میلیون ها دلار نشود. برای چی در تاجیکستان مکتب ها بلنیتسه ها ساخته نمیشود؟ برای چی همین یک مریض عادی اگر که کسلی همین گریپ شوید میروید باید که شما پرداخت کنید همون برای در آمدن پیش یک دکتر. برای چی مزد مهنتی درست یا که بلند برای دکترهای ما نیست؟ برای چی معلمان ما نیست؟ شما این چیزها را کو هر بار میدراین مردم کو به یک تاریکی به گمراهی میبرید. شما این سوال ها را کو میتونید تحقیق کنید. این اون چیزی که 8 تن طلا تاجیکستان استحصال میکند این را میکنید در سامانه ها بینید که مینیسترها شما چی میکنند. خب نفران اینجا از ما شکایت دارن که برادر عبدالله وقت زیاد داشتید. البته که من همین مسئولیت کرده هستیم و به شما چی رسید؟ اکوی شوکت یک چیز هست که بس است مردم فریب کردن. بس است اون چیزی که حقیقت است حقیقت گوید. اگر که پدرت مرد نبود تو هم مرد نیستی خب کن چیکار میکنی؟ یا که مرد برای سخن حق گو یا که خاموشی را انتخاب کن. امروز اون روز نیست که روز لگنبرداران روز خائنان نیست. امروز روز مردانند که سخن حق را مقابل ظالم مقابل طاغوت مقابل کافر میبرد میگویند. امروز روز مردان است. همین را گفتنی کنم. سلامت باشید. سلامت باشید. واقعا برآمد این برادر عبدالله باعث تحسین گویی است. چون یک نفر موضوع رو میبیند و به اون موضوع آماده میشود تا اینکه حرفش رو بگوید با دلیل گپ زند. این نهایت خوب است. باید تحسین گفت، باید آفرین گفت. واقعا تشکر به شما برادر عزیز. نفری بعدی رو پیوست کنید. اینجا با چند گفتنی هست بعد میگیم. نفری بعدی الکساندر بفرمایید. سلام علیکم. موضوع من میرد؟ هست صدایتون. تاجیکستان یه امامعلی مخصوصی خلق بسواد کردنیه. اگر عصرهای 14-16 گیریم مخصوصا وقتی که در غلاماشون سراشون میتراشیدن و پوستی حیوان دستشون میکشیدن که مغز سرشون جوشد بسواد شوند. دولت امام علی کار کرده است به همون پوستک خلق بسواد کرده است که خلق یگان چیز ندونن. خیلی که در تلویزیون کورتیت میکنن مثل سریال هوای کورتیت میکنن هوای بینن تمام دیگه یگان چیز ندونن. واسه باور کردن نمی یک برادر گفت که چی دانوی خودش نوشته نمیتوند نام و فامیلیش. یک برادر راست میگه. حقیقت راست است. نوشته نمیتوند. در یک نام و فامیلیش قریب یا کمش ممکنه 10-15 تا خطاگی کند.
10-15 تا خطاگی کرد. حتی اگر شما اگر همون دپوتاتای کشتگی هوایی رو خونین، هوای از روزی از همون کاغذ میخونن، از کاغذ میخونن، با ده همونجا خطاگی میکنن، ده همونجا خطاگی میکنن. این و هم کرسیشون پولاکی ده کروچه پول قد خریدگی ایخ سواد نداره. تاجیکستان دا پول باشه سواد در کار نیست. پول باشه در کار سواد نیست. ولی پولت باشه تراکتورچی میتونه پروکرور شود، میتونه یکم کاری بلند گرنه که عقل نیست، کلا کار نمیکند. اگر کلا کار میکرد بدخشان این کارو نمیشد. اما پروکرور میوردن میشوندن، میگه تو چه حق داری که سن یک دختر یک است همین گپا رو میزنی؟ تو کارکنی دولت هستی، تو باید فخر کنی که تو کارکنی دولت باشی. تو باید. برادر عزیز الکساندر، تشکر به شما. همونجا درباره بدخشان گپ زده شما که عقل و ذکاوت میبود، همین حادثه بدخشان نمیبود. حالا در بدخشان آموزگار، ما درباره آموزگار و مکتب گپ زده شدیم، شرایط مکتب گپ زده شدیم. بیچاره آموزگار یک پول پوچک معاش میگیرد و آموزگار رو مجبور میکنند که در همه افلاسی های سیاسی شرکت کند و همه عیب و نقصان های مقامات رو همین آموزگاری بیچاره میپوشاند. برای اون که وقتش زنن که در سری که گفتی گپ رو آموزگار بیچاره تهمت میکنن تمام. بله. حالا من همین از سایت از اپیلوس رو برای چی موندم اینجا؟ همین گپ شما رو وقتی در برای بدخشان گفتید ببینید، در بدخشان حالا آموزگاران رو مجبور کرده شدن که در تلویزیون بدخشان درآمد کنن که همین خلقی که برآمده است نادرست کرده است و آموزگار بیچاره که به فرزند مردم درس میدهد در مقابل مردم گذاشته شدن. ببینید چی میگه آموزگار. اون گفتن که در زمینه همین برآورده در تلویزیون گپ زنوندن، در خانواده و در میان همدیارانشان به مشکلی مناسبت روبرو شدگی هستند. آموزگار بیچاره ببینید در چه حالت گرفتار شدگی. دو معلمه از ناحیه رشتخلای ولایت مختار کوهستان بدخشان به از پیروز خبر دادند که مقامات امور داخلی آنها را به سخنرانی طریق تلویزیون محلی مجبور ساخته تهدید نمودند که نسبتشان پرونده آغاز میکنند. در این زمینه آنها حاضر در عائله ها و اینچنین با همدیارانشان به مشکلات روبرو شدهاند. فهمده استادید؟ رفتن مجبور کردند که گپ زنی، بر ضد مردمش گپ زنی، بر ضد معلم میبرند تهدید میکنند که تو گپ زن. به فرزندش درس میدهد، معلمی مکتب است، میخواهد مردمی که به فرزندان آنها درس میدهد سیاه کند. معلم را در برابر پدر و مادر شاگردانش قرار میدهد. در مقابلش یک شخصی که صاحب آبرو است، عزت است، حرمت است، احترام است، آبروی او را با همین فسادکاری های سیاسیش به زمین میزند. پس در کجا معلم حرمت احترامش میماند؟ رو بر روی مردم میبری، مجبور میکنی دروغ گوید، مجبور میکنی افلاسی های تو را تازه کند، گندیده های تو را تازه کند، اخلاق تو را تازه کند. به مردم اخلاقت را تازه میکنی، گندیده های را تازه میکنی. چه آبروی حرمت احترامش میماند؟ چه حرمت احترام علم معلم میماند؟ وقتی که به دزدی هایت معلم را شریک میکنی، به تقلب انتخابات معلم را کار میفرمایی. در انتخابات کاغذ ها دزدیده میشود، بولتن ها دزدیده میشود، انتخابات تقلب میشود، با دست معلم میکنی. دزدی های شما با دست معلم میشود. چی حرمت و احترامش میماند معلم؟ اون معلم در همین مکتب با مهر و محبت کار کرده میتواند؟ وقتی میبیند در مؤسسه‌ای که کار میکند، مؤسسه تعلیمی یک مکان مقدس، سر تا پا فساد است. با فساد
به مردم اخلاق داده می شود، با فساد به مردم علم داده می شود، با فساد آبادکاری کرده می شود. نه آخر همین الیمنتر چیزه. وقتی که فراستتون نمیگیرد شما حکومت داری کرد چه علف میخورید؟ میدونید همه جا را گندیدگید. یعنی حالا دخل کرده نگوییم، گاوی ترقی میگن 40 محله رو میآلاید. آلودگیت بعد میگید معلم تازه کند. نه معلمانی عزیز، پس از دیگر همین مکتبی که خاکش ریخته خورفته است، تو آخر معلم زبانش حلقی در حلقمش باشد، گپ زده نتواند، معلم شده چیکار میکند در او درگاه مقدس؟ گپ زده نتوانی که اینجا کجا است؟ من گاو نباشم که در این آغل آوردمونی، در این آغله که شما اومده درس تی گفته ایستادید، گاو را آوره باندید نمی ایستد. های معلمان، های استادان، مگر وقتی آن نرسیده است که دیگر به گپ بیایید؟ شما به همین شاگردان چی می آموزونید؟ سرخمی، زبون کوتاهی، غلامی، مکتب را تمام کرده کوچه روبی رفتن، 11 سال به مکتب هیزم کشی کردن و تپک کشی کردن. چیکار های معلمان، های استادان؟ کمش در همین برنامه 200 300 400 500 نفر معلمان برنامه را تماشا کرده ایستادند. مراجعت من به شما است، آخر در او جایی که شاگردتان بالای سرش خاک میریزد، همین در مدت 4 ساعت درس میخوند یا نه 5 ساعت درس میخوند، نه در او دیهات برق نیست، ماشین جامعه‌شویی وجود ندارد، ماشین جامعه‌شویی باشد هم برق نیست، کار نمیکند. این بیچاره هر روز رود شو به شبش خشک کن، به او هیزم لازم است. چقدر ضرر است؟ آب، آینه صابون، گرمی در این شب زمستان برای خشک کردن، خشک کرد برق نیست، او رو درزمال کردن در کار است. چقدر ضرر میبرید؟ هر قدر که بیشتر سر و لباس شسته شود همون قدر تیز فرسوده میشود. همین رو به حساب نمیگیرید. شما خودتان معلمان عزیز فرزند ندارید، به همین حالت بد گرفتار نیستید؟ چرا شما خاموش هستید؟ یک روز نه یک روز خوب میشه، که مرده خر باری مرده روید بد می؟ وای استادان، مکتب فرسوده شده، پرتهایش ریخته رفته است، دمتان نمیبراید. پولتان را کدوم خورده رفتگی، کدوم عملدار، کدوم وظیفه‌دار، منصبدار پولی که باید پرته خرید، پولی که باید فرش مکتبتان را درست کنید، عیانیت ها خریده شود، هیزم خریده شود، کدام کیسش به زدگی شما زبانتان لال، سرتان خم، به دهانتان گپ نمیباید. چی تعلیم میدید به شاگردان شما؟ به زبان، به سر خم و به زبانی بیخی حلقم رفته چسبیدگی. چی امیدواری دارید به همین حالتان از آینده تاجیکستان؟ شما را به همین حالت آورده رسونده، زبانتان را گنگ کرده، بیخی حلقم کرده، به دنبایتان شرط تکوب کرده، بودجه تاجیکستان را دزدیده ایستادن. شما سرخم و زبان کوتاه، شما گپ نزنید که گپ میزند در جامعه. شما به همه این کمبودی ها اشاره نکنید، کی اشاره میکند؟ حق شاگردانتان را، حق مردمتان را، حق پدر و مادر شاگردانتان را شما طلب نکنید. در پیشگاه خداوند چی میگویید؟ ترسیدم، لرزیدم، چی؟ زمانه با تو نسازد، تو با زمانه ساز گفتم. به شهر یک چشمه روی، یک چشمه شو گفتم. اوی معلمان، این گپ ها
گپ های این مقاله های بی‌ناموس ها. یکم ناموس داشتن در کار است، یکم غیرت داشتن در کار است. هر کجای هر کشور آباد شد از دست معلم آباد شدگی است. هر کشور ویران شده ایستاده است از دست معلم ویران شده ایستاده است. معلم گپ زد حقش را طلب کرد اون کشور آباد می شود. معلم سرخم زبان کوتاه به گپ گنگ زبانش به خیالقمش است. سببگوری اساسی عقیبانی کشور انمی معلم است. انمی معلم گنگ، انمی معلم دیوس به گپ است. حالا در تاجیکستان طبق قانون دیرکتور مکتب باسواد بودن شرط نه، او یک منیجر است. تمام. او یک صاحب کار است. رهبری مؤسسه تعلیمی است. تمام. با علم بودنش هم شرط نه. مسئله های تعلیم دونستنش هم شرط نه. میبرن میمونن. معلمی ابتدایی ببرن یک دوسیه تشکیلاتچی‌هاش رو ببینن دیرکتور با کمیته امنیت زبان یک کرده تواند بوزی کرده تواند خبرکشی کرده تواند او دیرکتور مکتب است. همین قدر هنر داشته باشد تمام. بس است آخر. عالمانی عزیز بس است. مایلش ما را بد بینید. مایلش تاجیکستان پیش رود، کشور پیش رود، از این ویرانه و ولنگاره ها خلاص شویم. و نسل آینده یگان گپ میگفتگی داشته باشیم. چرا حیات ما را سوزوندید؟ گفته سوال شود جواب یافته توانیم. استادان عزیز، نفر بعدی شریپوف جمشید بفرمایید. برادر شوکت محمد، امیدوارم صحت و سلامت باشید. سلام علیکم. زنده باشید. بفرمایید برادر. در مابین همین مبارزه عمومی همه گروه هایی که امروز مخالف رحمانوفن، گفتی رحمانوف مخالفش یگانه شخص نیترال نمیبینم. گفتی همین با زبان روسی پو فکر منه خطا محمد اقباله خیلی نظرها مختلفند. شعر نر باز برادر از در مسئله معارف گپ زدین. برادر عزیز شما اگر یاد داشته باشین سابق وزیر معارف دور نره ها خیلی رنگ من حال پرس بله گفتی هم لایق شرالی که بسیار لایق خواندگیم برادر شوکت محمد. زنده باشید. میگه تاجیک اندر وطن خود چرا متهم است یا خطا رفته است به تاجیک تولد شدنم. فهمید برادر عزیز؟ یا به خطا رفته تاجیک تولد. برادر عزیز میگه تمام این مشکلات فقط یک راه حل دارد که این کاخ ستمگر رو زی بنیادش برانگیختن. این کاخ ستمگر برادر عزیز کاخ رحمانوف و سایمین یتیموف، رمضان رحیمزاده، نوردین سعید، بیگ صبور، نی دادستان کل ناموشیه ای نوردین این میان برادر عزیز. به خدا قسم اکا شوکت در مقابل مقصد غرمی برآوردن یک نیرنگ شد، در مقابل لبادی بودیک، در مقابل کلابی گاوسوار همین ما را مکرو قطعی جیدو کردن و رزدلو ولستوی جیدو ما کردن کمرانی کردن. فهمید برادر عزیز؟ نمی چند آدم گفتم همین عیبه امبر من کو برادر عزیز به خدا قسم نه با ما کار دارم با تو کار دارم. ما فرقش با کدام زبان گپ میزنی؟ لهجه چه گپ زدن میگی اخی یا ما با کدام لهجه گپ بزنم؟ انمی برادر عزیز پروپاگاندا حکومت امروزه برای بیسواد کردن مردم برادر عزیز بازم انتخاب میشوند آدمای بیسواد. باز شما برادر عزیز میدونم خون دل میخرین مقصد عذاب میکشن که نسل ما بیسواد مون به معرفت به شعور مقصد زبان خچت
تعلیم و تربیه از شیخ چه ایدست داد برادر عزیز. یک مخصوص برنامه 30 ساله رحمانوف بود. هیچ دور نمیریم. رحمانوف که خودش برادر است که سواد نداره، 30 ساله روی کاغذ میخونه، یک فرزند نرکمان دست شورده مونده، امروز صبحگاه میخواد که پیشنهادش کنم بر رهبر دولت تاجیکستان برادر عزیز بگیم 50 در 50 دل در گمان میگیم کومو خیلی همین به سواد رو آورم. اگر که آدم با سواد برادر از ای معارف تیپ امنیت وزارت کمیته میوار میون برادر عزیز امروز همون میفتنه تو سواد نداری چون کسی تو جورا خالی آدم با سواد بیا. همین فویشه اکای محمد برادر عزیز حرکت میکنه که میدان هم فویشه یکش زیاد کنم دگوناش بسیار باشم با مثل هم به سواد اگر یک فویشه باشه میفرش که 5-6 دگونه داشته باشه. یورا برادر است فقط روش سرنگون کردن چپا کردن که این کوخ ستمگر رو زیبونیادش برانگیختن چپا کردن برادر است. بعد ما اتمیم سواد من هم نرسه ایتم نرسه آدم با سواد و سانچ میرم میگه به دوجا بشی مال شوکت محمد ای بار زن فرزند مادر جمشید شریف فایده بار تمام بود بودش گذاشت با سعودین پاسی پرده بدین نبودین امروز میتونین حکومت دستون معارف کمیته کارا پیش برین تمام. فقط سببگور اساسی امام علی رحمان سایمین یتیم رئیس کمیته امنیت ملی رمضان رحیم زاده اینه دوستان کلی نه گفته که آدم اینا اون قسم نگیریم نه سر کلش در خاک اینه مشابه یوسف رحمان با این نمیشه چور وزیر دیونه اشازی در مسئله دانش گپ زدی برادر محمد این دیونه روزی چی بردن کوخی رئیس تلویزیون رادیو همون جایی که امام علی رحمان باید فقط هم رقص کنه بازی کنه و باید هم صحنه سازی کنه. بفهم برادر عزیز همین در مشروع هنرش سنجیدن گفتن بسیار همین برادر عزیز که جوی ده که با همین تاب خش پیشو دخترکای بازی و زنهای قد بلند موی سردراز خشور را بردی و قانون قویده قطعی پیشو تابش خشید باید وظیفه بلندترد میتا کمیته مثلا رادیو تلویزیون برادر عزیز باید جواب شد که انسان زبانی دولتی ما زبان تاجیکیه ما خاکی پای هر ملت میشون در تاجیکستان قلقه ازبکه نمیدانم ترکیه تاترای روسی خاکی پای را کم میشم نه که زبان دولت زبان تاجیکیه باید همون زبان آزاد گپ زنه. اگر برادر شوکت محمد شما دیده باشین همین رئیس رادیو آزادی وزیرش ببین همون آدم زبان تاجیکی را آزاد گپ میزنه معلومه که زبان تاجیکی نیست برای که عادی بگیم آزاد نه که آزاد صحبت میکنه. بیرون مقایسهش کنه با نوردین امروزه رئیس کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان مقایسهش کنه مردم خودتون ببینین چخیل این گپ میزنه چخیل او گپ میزنه. برای برادر عزیز من نسبت خود شخصا احترام دارم حرمت مقصد عزت در مغز سر ما در قلب ما برادر عزیز جای معین داره. ما چرا خواستم گپ زنم امو کانالی که اپاشکا پریروز بود دینا بود ما در کار بودم نوار متا اون نوارو بسیار مقصد نوارو پند نصیحت برای آدم مقصد آزاد راحت کرده تماشا کردن همو کانال را اعتماد برادر از همو کانال ما اپاشکا را پرنده مهاجر چی هم کانال ما اپاشکا بله همو کانال التماس رکلام کنیم با مردم برسونیم. اوجا جای هست برادر عزیز که انسان وقتی که میگه که در مقابل رحمان و مشت و شیطان نشون میتم باید عالم جا را بگذاره. برای خودت میدونه که محمد برادر ما هستن که ای زبانش ای رفتارش میلغزه کمیته امنیت شرخص دلش میکنه سلفی اخوان مسلمین نمیدونم نهضتی کدام بو علفی زد دلش برفت. الان کانال ما پاشکر اگر دستگیری کنن و یاردم کنن همونجا باشن او یک مرحله هست که بگیم فوندامنت سازی ایوجا تو بگیم میوموزی چه خیلی تو مبارزه شروع کنی. ما کسایی را خطاب کردم که دایره شما نو قدم موندسین در کانال ما پاشکر ابونه شین اما پاشکر را گوش کنین
و پاشکا عادی میفهمونه برای شما کسایی که از فرصت استفاده برام پرنده های مهاجر خواهر سویمه سعیدова گرفته میبرند هر روز سه شنبه ساعت 18:30 به وقت مسکو، ساعت 23 به وقت دوشنبه، هر روز سه شنبه برنامه پرنده های مهاجر می شود. سویمه سعیدова شاعر، روزنامه‌نگار، سابق رئیس رادیو در ناحیه استرافشان، خیلی شخصی باسواد هستند، صاحب کتاب هستند و انشالله امیدوارم که برنامه هایشان خیلی با معرفت میگذرد و به شما معقول می شود. هر روز سه شنبه ساعت 18:30 به وقت مسکو، ساعت 23 به وقت دوشنبه در شبکه یوتیوبی پیام تیوی و در شبکه ماهواره تلویزیونی پیام تیوی. برادر شوکت از شما در استودیو توقیرا که مسئول هستن اگر که میشید یا یاردم میکردن هم کانال اپاشکر یک بار نه ما در محمد اقبال امروم در برادر کویسون همه امرو که هم اپاشکر کانال شا بمونین مردم پادپیسات سکنه برای که سیاست در مقابل قاتل در مقابل فیران گپ زدن. برادر عزیز هموطنای من دوستو کسایی که مرا میبینین بازی شوخی خنده نداره ایرو. شما برادر عزیز بسیار باید جوی است که یک بار بگذارین بیاموزین سنجش کنین که جای شما برادر عزیز شما سوال جواب کرده میشه، شما دستگیر کرده میشین و مثل بنده پرسیدن میشین باید بدونین چی گپ بزنین. این کانالای مقصد 24 کانالای نهضت یا برادر از علاقه موقع بگیم بزرگ موقع بلو دان یک اگه برو میدونین خوش اومدین خوکی دیدتون میشیم. نه که برادر عزیز شما اول همونجا را بگذارین اول اما پاشکر بین چه پان میتا نصیحت میتا ای مادرت گپ میزن ای دردت گپ میزن ای کمبغالیت گپ میزن ای سختی و پستی زندگی من ندیدم اگه مرد در کانال شوکت محمد اینم جدا پیش ما در کانال برادر کبیری سروب زفر حسین اشور کوهستانی سلیمان ارزو مهدیبال دام پاند ناسه دام چیزو برای که یو علاقه اون مرحله برادر از تای کردگیان کسایی که ناوش داخل سیاست میشن اول همون کانال التماس پیگیری کنین که نافتن اینو که زبانتون نقپان نامرد برادر از در دو حالت میزنه. در حالتی که خطا کردی اینو که زبان در دی مولات برادر عزیز عقفات سه مولات برادر عزیز شد دخو همون کانال اگر امکانات بشه برادر شوکت ما برای قدر اومدم برادر جون یوتیوبی پیام تیوی همینجا برآمد میکنه همین در همین استول من برآمد میکنه در همین جایی که من نشستم سویم سوید من پرسم بازی تماشابین شما برادر زیاد تماشابین پاشا کمه برای چی برادر عزیز اینجا حدی چی هست ما با فکر من یک کمی برنامه‌های اپی سویمه یک کمی برنامه‌های فرهنگی معرفتی است. ما یک کمی برنامه‌های سیاسی گرفته میبریم. فرق در اینجا است. اگر همه مردم با فرهنگ و معرفت صرفا میرفتن هیچ کس کلان نمیزد برادر عزیز همه عالم میشد و خواهر کوشش میکنن که بیشتر به مسائل اجتماعی و به مسائل فرهنگی دخل کنند و آن را بررسی کنند. انا برای همین هم شاید مسئله این خیلی باشد، شاید مسئله دیگر این هم باشد که عیب ما هم باشد که مسئله پدری سش انا قویل اکا شوکت ما برای من خط قدیم محمد اقبال ریالی میبینم هو نه کانکریت نه من میدونم برای که من همه اسمو خدی گپ زگی سنجش که برامگین برادر عزیز انم گناهگار اساسی هم کسایی هستن که امروز شما میدون کلان دارین برادر عزیز دعوت کنیم مردم رو آشکار کنیم برسونیم کسایی که نمیدونن تمام قویل شدی تشکر زیاد. آخران سخن برادر عزیز که امروز حکومت رحمانوف میگذارن در سر همین قاتل امروزه تاجیکستان رحمانوف تمام دشمن همون برادر عزیز مختار کوهستانی بدخشان ولایت ختلان سوخت این رحمانوف تمام نیا کنیم برادر عزیز میگه نهضت در زندان آدم کشتن نهضت در داخل نبود در وحدت آدم کشتن
نهضت در داخل نبود او چخال دوزی ماشین چخال ماشین مدوخ برادر شوکت محمد ناموشی بدای کلوب این ویدیو فرازش کردن کشتنش کو چخال ماشین مدوخال میدونی این در نهضت در داخل تاجیکستان نبود آشوبه که او روز قنا گذشته در بدخشان گذشت نهضت در تاجیکستان نبود من نفهمیدم رحمانوفی چی مانیوره چی تاکتیکی که نهضت امروز برنای تاجیکستان هرچند هم که آدمای بقوتش مستحکمش در برای شکستن ریزاندن ایبان بردن هستند اینا همه میدونه دنیا میدونه امروز اعتراف کرد دنیا امروز اعتراف که نهضت بقوته برای که آشکار شد دیگه علاج نیست من نفهمیدم کمیته امنیت وزارت کار داخله نمیدونم فوق العاده وزارت معارفت این نهضت در برنای در زندانش مودم میکشن 20 تا و 30 تا و 40 تا در زندان رقم 3 در وحدت او چخال ماشین میدوخ بردن کشتنش اینا من نفهمیدم چی بفهمیم نهضت در دنقره او شاگردات رفت چند تا خارجی را زدن کشتن نهضت در بر نهضت کش همین لوکاشنکو با کار بور خچه ما با او یگان کشور کار ندارم یک گپ ریالی داره میگه فکت نستول اوخه حکومت رحمانی اگر میگو نهضت آدم میکشه قاتلای بالله بالله تعالی قسم برای شما حراما دزدا قاتلا وطن فروشا قسم من برای جوامردایی که امروز ما میبینن برای قسم میخورم من میبرم در روی همه این مخالفای تو رحمان رو توف میکنم در حالت که یک تا دکزت داشته باشی در دستت که همین نهضت همین آشوبی که در زندان شید شهر خوجان در وحدت همین آدم های دست هم بود اگر در روی همین شوکت محمد اقبال کبیری اینا خدا را شد توف نکدم نوارای و ویدیو قطعی رحمانوف همین ایمانی ما کامل ایما جدا شوم ما دگپ جواب میدم ما مردکم ما اعضای یگام حزب و اون گروه نیستم ما مبارز آزادم فکت حکومت رحمانوف همون شب و روز رسه که علی گفت پرزیدنت آذربایجان این شب و روز یه را باجا کردن نمیشوه دکردت که بخدو قسمه که همین نهضت در بیرون بدن همین خودش همین اشوبو عیدست همین شید ما کوی در مقابل همون شب و روز میزنم برای هم حکومت رحمانوف خطون به دست خطون میکنین نهضت دشمن میسازین که امروز ببین که نهضت در گیجو آمد و در گیجوی 2000 تماشابین در همه داری تلویزوری حکومت رحمانوف در یوتیوب 2000 تماشابین در همه پگه ساری بخیر برنامه شوکت محمد اینمی کسی که نیترالی نیتوده نیستوده مباین ده بچوره پگه ساری بخیر ببین ده سودکه واقعی شوکت محمد خدا نگهبان برادر عزیز در حق ما دعا کنید ما برادر از هم وقت خاتم بروزیم تشکر زیاد زنده باشید تشکر زیاد برادر دوستان عزیز تقریبا 2 دقیقه پیشتر وقت به همین برنامه جدا کردگیمان به آخر رسید و نخواستم سخن این برادر را ببرم برادران عزیز خواهران گرامی هموطنان عزیزم واقعا دل جان می سوزد بعضی وقت خواه باور کنید خواه نه زبان لال می شود به دهان گپ نمی بیاید زبان لال می شود به دهان گپ نمی بیاید گپ زده نمی تونید چنان وجودت می سوزد از علم کی حالت رو می بینی ما که از دور دیده ایستادیم از دور از شما معلم ها در همون مکتب هستید در همون بنا هستید چیکار کرده ایستاده اید چیکار کرده ایستاده اید این خاموشی شما به کجا میبرد به کجا میبرد مایلش خاموش باشید در برابر این ظالمان فقط این کار خودتان باشد کار شخصیتان باشد
فقط مناسبتتان مناسبت با حکومت باشد. شما فرزندان ملت را ویران کرده ایستادید با این خصلتتان، با این خصلتی به خود قبول کردگیتان. شما زواد چاپلوس سازی، شما زواد کوچروب سازی، شما زواد هزیمکش سازی، تپک کشان سازی هستید. میفهمید؟ شما زواد غلام سازی هستید. میفهمید؟ یک معلم سرش بالا نباشد، سرش خم باشد، از معلم سرخم چی میروید؟ چی شاگرد به میان میبیاید؟ دویم سرش خم جیم در پیش شاگردان حکومتدارها میرن، دوغ پوپوسه در کابینت دیرکتور کاتب میدود مگزین عرقه بیار، شرابه بیار، اینو گسیل کردن در کار، منتو فرما، آش پلا فرما. کمیسی آمدگی گسیل کردن در کار، از پروکراتور آدم آمدگی گسیل کردن در کار. هر وقت پروکرور به گرسنه ماند، با بچه پروکرور اگر یگان ماشینچه پاشینچه ولسپید خریدن در کار باشد، یک بار دیده میبراید کجا رفتن در کار، کی را ترسونده پول زدن در کار. گایشنیک چی، پروکرور چی، رئیس حکومت چی، سود چی، همش یک گروه یک کفن، گداهای ملت، چهار چشمشان در کیسه مردم. اوی گداها، هوشیار شویتان. اوی گداها، شما با زور با سوء استفاده از منصبتان این معلم بیچاره را سرخم کردید. از این معلم بیچاره بدونید فقط شاگرد سرخم به وای میرسد. صاحب علم، صاحب اندیشه، آزاداندیش نه، سرخم. معلم که سرخم از شاگردش هم سرخم بشد. معلم که ترسانچه که از حقی شاگردانش را از حکومت رویونده گرفتن نمیتواند، نان دهانش را طلب کرده گرفتن نمیتواند، نصف معاشش به آبونه پولی، گازت پولی و هاکازا گارونده کشیده گرفته میشود. جیم ماست دمش نمیبراید. کاش که همون گازت ها رو خوند، کاش که در همون گازت ها یک گپی درست زده شده باشد. میبرد به تگی تاک، میبرد علاوه درگیران. به چی روز مونده بخیر؟ سلامت، سربلند و پیروز باشید. خصوصا استادانی که به ما درس گفتند، خصوصا به آن برادر، به آن نفرانی که میشناسمشان، این کسب آموزگاری را پیشه کردند و نوبسته به همه این شرایط ها در مکتب ها درس میگویند. دلم به نهایت میسوزد. کسایی که صدای ما را میشنوید، یک بار به خود بیایید. اقلا کرامت انسانیتان را به اطرافیانتان حق بدهید که پایمال بکنند. حق انسانیتان را اقلا طلب کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه